نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه تماس مستقیم، تماس با شما عزیزان. برنامه است که خاص و ویژه شما بزرگواران هست و مانند همیشه شماره تلفن های برنامه رو و واتساپ برنامه رو عزیزان ما زیرنویس میکنن. میتوانید از این طریق با ما تماس بگیرید و در برنامه امشب همچنین پیام های شما عزیزان رو پخش میکنیم، تماساتون رو جواب میدیم و درباره بعضی از موضوعات مهمی که در طول هفته گذشته اتفاق افتادم صحبت خواهیم کرد. با عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزانی که کامنت کردن و پیام فرستادن. خب اولین تماس برنامه رو میگیریم. آقای وسیم، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم خوب باشین استاد انصاری. باز دیر باز لایف آمدین، ایشان وقتا لایف نبودین فکر کنم. بله، ما عادتا در ماه رمضان برنامه زنده آن روی سکه و تماس مستقیم متوقف هست. دیگه بعد از رمضان در خدمت شما هستیم تا رمضان آینده اگر زنده بودیم انشاءالله. انشاءالله تعالی. استاد من یک سوال درباره احرف و قرائت داشتم یا حروف و قرائت قرآن که است. من این بار کم تحقیق کردم و این کفار که هستن و ملحدین هر چیز سوال کشیدن میرن سوال پیدا میکنن. خب بالاخره دو بار که تحقیق میکنی ایمان آدم بیشتر دیگه زیاد میشه وقتی که حقیقت پیدا میکنن. و دیگه یک سوال که در مقدار تحقیقاتی که پیش آمد بود که خودمی قرائت که ما داریم که قرائت متواتر داریم، یکی قرائت شاذ داریم. بازی قرائت شاذ که هست استاد محترم میره باز علما میگن که در قرآن گفته شما نمیتونید که قرائت بکنید، یعنی تنها در تفسیری که باش استفاده میشه. اما قرائت متواتر اون به حساب قرائت قرآن میتونید قرائت بکنید در نماز. و در این قرائت که هست بازی 7 حرف که هست، فرض مثال مالک یوم الدین و ملک یوم الدین، این 2 حرف میشه، درست است؟ بله، اما معنیش یک معنی است. معنیش یک معنی است، بله. اما سوال اینجاست که قسمی که در حدیث فکر کنم در صحیح مسلم حدیث است که رسول الله فرموده بودن که قرآن برای 7 حروف نازل شده و اینا 7 حروف و 5 حرف دیگه مالک یوم الدین و ملک یوم الدین به قرائت شاذ میاد. اینا یک سوال که با آدم پیدا میشه در اینجایی است استاد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینا خود به 7 حرف که قرآن نازل شده اینا به 7 حرف باید متواتر نمیاد. همه قرائاتی که هست، قرائات سبعه که هست، اینا همه متواتر است، از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. نه تو خود 10 قرائت داریم، این 10 قرائت متواتر که بله، هم 7 هم 10 همه اینا، بله همه اینا از پیامبر صلی الله علیه و سلم به روایت های مختلف ثابت شده است. بله درست است. اما همین فرض سال من میگم کالینی ملک یوم الدین و مالک یوم الدین 2 حرف شد، نه؟ بله. 5 حرف دیگه است در قرائت شاذ نه یا نه؟ نه، هیچ کدوم از اینا در قرائت شاذ نمیاد. یعنی قرائت شاذ به معنی نیست که شاذ به معنی باشه که باطل است یا مشکل دارد یا که ضعیف است. نه مثلا بساط متواتر نه صحیح است استاد، یعنی بساط متواتر نه. درست، بله. اینا سوال من اینجاست که یعنی 7 حرف باز من راجع شنیدم گفته غیر از مالک یوم الدین و ملک یوم الدین ملک یوم الدین یا 4-5 حرف دیگه هم بود که گفته کی موجود است، یعنی به ما رسیده اما به این سطح متواتر نرسیده، یعنی حفظ شده. درست. اما به این سطح نیست، یعنی به این سطح که متواتر است.
اینی آیت قرآن که هست که ما قرآن نازل کردیم از او حفاظت میکنیم، اینی در ما شما چرا خم بکنیم و ما خیرات مونده که فرض مثال دی دو قرائت متواتری را صدق بتیم یا دی دو حرف متواتر که استاده در قرائت یا 5 حرف دیگه هم که با قرائت شازده بابا نسیده او را. برادر عزیز، هیچ کدام از این قرائت هایی که هست در هیچ کدام از اینها معانی کلمات و آیات قرآن کریم تغییر نمیکنه. آنچه که برای ما مهم هست اینکه تغییری در معانی و کلمات قرآن کریم نباشد. بدون شک و یک چیز دیگه هم هست که این از طرف الله تعالی نازل شده. اگر در جای ملک یهودی است یا مالک یهودی است خب ما مسلمان‌ها خب مهم است که از طرف الله نازل شده. اگر در جای ما نام اگه کم تغییر داشته باشه خب از طرف الله نازل شده. اما اگر که قرائت شاذی وجود داشته باشد که سندش صحیح نباشد یا با رسم الخطی که در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن جمع شد و همه صحابه بر اون اتفاق کردند که این همان مصحفی است که از نبی صلی الله علیه و سلم برای صحابه رسیده و هیچ کس با او مخالفت نکرد، اگر با این مخالف باشد نه قرائتش درست است و جایز است و نشر و پخشش در بین مردم. نیو قرائت شازده رو به می خاطر علما اجازه نمیدن که در نماز بخوانیم، بخاطر که میگن از این وسط متواتر نیست. درست. صحیح یا مست او متواتر نیست. درست. اینا رو خب قرآن میگن که نخوانید. نخوانین به این معنی نیست که قرآن نیست. ببینید گاهی اوقات در جامعه، من یک داستان رو برای شما ذکر بکنم. ما یک دوست عزیزی داشتیم قرائت میخواند در مثلا در نماز مغرب. امام جماعت ما بود در تلویزیون وصال. مثلا در نماز مغرب به روایت قالون میخواند، نماز عشاء رو به روایت حفص میخواند. یک روز یک آیه رو اشتباه خواند. یعنی چند نفر از دوستان بعد از نماز گفتن که ما خواستیم که تصحیح بکنیم، اما خندیدن، گفتن فکر کردیم شاید یک قرائتی باشد که شما با اون قرائت میخوانید. یعنی در یک جامعه، مثلا شما در افغانستان در کابل مثلا در یک مسجدی امام هستید. آنچه که امروز در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، کلا در آسیا، هند، پاکستانی مناطق روایت حفص به اصطلاح معمول است. شما بیایید مثلا به روایت ورش بخوانید، به روایت قالون بخوانید. در اینجا یک نوع ارباکی در بین مقتدیا حاصل میشه. شاید بعضی فکر بکنن که اشتباه خواندید، شاید کسی اصلا ملک یوم‌الدین رو در زندگیش نشنیده باشه. به خاطر همین بهتر همین است که در هر منطقه‌ای که انسان زندگی میکند بر اساس روایتی که در همان منطقه به اصطلاح رایج هست تلاوت بکند تا که در بین مردم و در نماز جماعت کدام اشکالی ایجاد نشود. مثلا شما برید اگر روایت حفص رو بروید در سودان بخوانید مثلا، یا بروید در مغرب بخوانید، در الجزایر بخوانید، در شمال آفریقا کلا، غیر مصر که چون در مصر بیشتر روایت حفص معمول هست، با وجود اینکه میدونید که محدثین در مورد روایت حفص از عاصم حرف و حدیث دارن، چون در قضیه حدیث ضعیف است. به خاطر همین روایت های دیگری که وجود دارد مانند ورش و قالون و غیره از روایت حفص صحیح تر است. اما چرا روایت حفص در بین کشورهای اسلامی خاصن در آسیا میانه و آسیای مرکزی و در این مناطق زیادتر رواج شد؟ به خاطر اینکه اولین مصحفی که چاپ شد در وقت عثمانی‌ها به روایت حفص بود و این بیشتر رایج شد در بین مردم. و حساب تجوید گپا آسان‌تر بود، یک سال. بله دقیقاً. گپ دارم خود درست استاد محترم، ان شاء الله که وقت دیگه شاید سر این باره یک ذره بیشتر گپ بزنیم. موضوعتون گرفتم و سوال در بین اما در مورد قرائات سعی کنید با کسی که عالم قرائات هست با اون در این مورد صحبت بکنید، شاید معلومات دقیق و بیشتری به شما بتواند بده. بدون شک من نمیخوام از اون کار نمیخوام در بسیار جزئیات به خاطر که یک دوست یک شیخ بسیار خوب که زد گفت قرائت هم یک علم بسیار عظیم است که بله دقیقاً 20 سال درباره از این معلومات کنی باز هنوزم کم است. یعنی قرآن که اصلا یک دریای علم است هزار لاس. و دیگه ای که یک چیز میخوایم به دوستان بگیم که رسین چون سوال پیدا نشه، خب ما بخاطر که در کشورهای اروپایی یا زندگی میکنیم باز دی ملحدین از اینجا کسی یک ذره لایق‌تر از ملحدین به سواد ما شما کردن مثل که یکیش مکاوش است.
از خاطر یگان سوال از یا یعنی سوال از واقعیت وقتی که درباره از تحقیق می‌کنی بازم می‌بینی که یا یگان بخشای دروغ در او اضافه کردن و در ارتباط با قرائت که ما تحقیق کردیم دیگه ایمان ما با رسول الله علیه السلام زیاد ما فکر می‌کردیم که قرآن تنها به یک لهجه رسول الله حفظ کرده بود اما نه که به چندین لهجه به 7 حرف رسول الله حفظ بود و به دیگه مورد درس میداد یعنی به یک حرف حفظ کردنش مشکل است و به 7 حرف حفظ کردنش و به دیگه کلی درس دادنش دیگه از خاطر هر که انسان تحقیق بکنه اما قدر ایمان آدم بر اسلام بر قرآن بر رسول الله علیه السلام اضافه تر اللهم صل علی سیدنا محمد. بله کاملا جزاکم الله خیر. زنده باشید برادر. تشکر بخیر باشین. یک چیز دیگه وقت داشته باشین. بفرمایید. ساعت جرمنی که هستم وقت جرمنی زندگی میکنم استاد ساعت تاخیر کرده شما در لایف گفتید 4 بجه 5 بجه شروع میشه اما دیگه اگه باز تغییر دادین ان شاء الله متاسفانه کارگردان ما همیشه این مشکل رو داره. چشمی رو بگیم که حتما تعدیل کنیم. درست زنده باشید سلامت باشید. تشکر از شما دوستان عزیز. از این به بعد در مورد ساعت تایم اروپا دقت بکنن. تشکر. السلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد انصاری؟ بله بفرمایید. استاد انصاری واقعا خیلی خوشحالم که باهاتون تماس گرفتم. استاد عزیز در مورد درآمد از یوتیوب اگه میشد اطلاع بدید در مورد درآمد از یوتیوب با محتوای اسلامی من خودم از اهل افغانستان هستم و خب چون شرایط کاری اونجا خرابه میتونم یه موقعی که به بند خوردم از درآمد یوتیوب استفاده بکنم؟ باشه در این مورد قبلا گرچه صحبت کرده بودیم اما بازم صحبت میکنیم در این مورد. بس شما دارم. استاد یک سوال دیگه هم دارم ببخشید. بفرمایید. سعی کنم بعداً فرصت نشه. استاد عزیزی که من نماز میخونم اینا ولی خیلی وسوسه‌های تو ذهنم میاد بعد یک من نمیدونم وسوسه است یا همینطوری اینه که یعنی خداوند میگم چجوری تصور بکنم هر چه علما سخنرانی علما گوشیدن که خداوند نمیشه قابل تصور نیست. بعد من یک تصوری داشتم خودم یک مدت این که وقتی میگفتم یا رحمان اون مهربانیت رو تو تصور میکردم یعنی تصور این که یعنی حد و اندازه نداره. آیا این تصور من درست بوده؟ اینکه الله سبحانه و تعالی حد و اندازه نداره یعنی از تصور ما درست. بله باشه چشم در این موردم صحبت میکنم. دست شما در نکنه استاد عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارش. دوستان عزیز کسانی که در یوتیوب کلیپ میگذارن یا کانال یوتیوب درست میکنن و از طریق اون درآمد دارن قول علما بر این است که علمای معاصر که عموم علما به این نظر هستن که اشکالی ندارد و از جمله مکاسب مباح هست. منتها این رو باید ما خیلی دقت بکنیم چون شما کسانی که با یوتیوب سر کار دارن و با تنظیمات یوتیوب با استودیو یوتیوب یا داشبورد یوتیوب کار کردن میدونن که شما وقتی که میرید در اونجا کلیپاتون رو نشر میکنید یا وقتی که کانالتون رو تأسیس میکنید در اونجا به شما میگه که شما در چه زمینه فعالیت میکنید. شما اگر مثلا در اونجا انتخاب بکنید بعضیا میان همه چیز رو انتخاب میکنن یعنی فیلم، سینما، نمیدونم لوازم آرایش به خاطر فکر میکنن که اینا رو انتخاب بکنیم چی میشه؟ کلیپ های ما در مجتمعات مختلف نشر میشه. انتخاب این گزینه ها خیلی مهم هست. این که شما مثلا برنامه‌های فرهنگی دارید، برنامه‌های دینی دارید، برنامه‌های ادبی دارید، برنامه‌های اجتماعی دارید. هر برنامه‌ای که دارید اصلا در قدم اول این که انسان وقتی که میخواد کانال بزنه در یوتیوب اگر برنامه‌های مفید اجتماعی باشه، علمی باشه، اسلامی باشه اشکال نداره. اما اینکه بخواد مثلا برنامه‌ای باشه که مضر برای جامعه باشه، برنامه‌ای که ضد دین باشه، برنامه‌ای که غیر اخلاقی باشه مثل بعضی که میان مثلا متاسفانه بعضی از حتی خانم‌ها میان به بهانه مثلا آشپزی یا معرفی لباس یا غیره مثلا قسمت‌هایی از بدنشون رو نشون میدن یا با آرایش غلیظ میان جلوی دوربین. اینا که در حرام بودنش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این نکته اول. بعد در تنظیمات شما میتونید انتخاب بکنید چه گرایش‌هایی دارید، در چه زمینه‌های فعالیت میکنید و اعلاناتی رو که چون که درآمد در یوتیوب بیشتر از طریق اعلاناتی است که بر روی برنامه‌های شما یا کلیپ‌های شما گذاشته میشه.
و این اعلان ها رو بر اساس همان گزینه هایی که شما انتخاب کردید یوتیوب میگذاره. مثلا اگر فیلم شما، برنامه‌ای که شما گذاشتید، کلیپی که گذاشتید متعلق به طور مثال به مسائل جغرافیا باشه، مسائل ادبیات باشه، اعلاناتی که مرتبط با یا نزدیک به این موضوعات باشه بیشتر پخش میشه. تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع رو در نظر بگیرید. اما رأی علما این است که اگر کلیپ های مباحی باشه، برنامه های مباحی باشه، کسب درآمد از اون اشکال شرعی ندارد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد بزرگوار انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز. جناب آقای استاد انصاری، بنده از سن 15 سالگی برنامه‌های شما رو پیگیر هستم. ماشاءالله. واقعا جناب استاد بزرگواری مثل شما در این کره زمین خیلی کم پیدا میشه، انسان عاقل و فهمیده مثل شما. اتفاقا هستن دوستان و علما و دعوتگران زیادی که در این زمینه فعالیت میکنن. الله سبحانه و تعالی از همه ما قبول بکنه. سوال من این است که جناب آقای استاد انصاری، چرا خلفای راشدین و خلافت بنی امیه که در هیچ جنگی شکست نخوردن، مثلا در جنگ با بیزانس شرقی یا اروپای غربی و ایران، اینا همه رو شکست دادن، ولی وقتی اینا به سمت آسیای مرکزی یا منطقه قفقاز حرکت کردن، مثلا از ترک ها یا ترک های آسیای میانه و یا از آبان خزرستان در منطقه قفقاز، اینا پی در پی شکست می‌خوردن. اگه بشه همین سوال منو جواب بدین خیلی متشکرم. باشه چشم، در این مورد جواب میدم ان شاء الله. دست شما درد نکنه. خداحافظ استاد. زنده باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. در مورد اینکه چرا در بعضی از مناطق در زمان در اواخر خلافت بنی امیه میتونیم بگیم در قرن دوم مثلا یا در اواخر قرن اول، چرا در بعضی از مناطق دور افتاده مثلا در آسیای میانه و قفقاز، در بعضی از مناطق، حتی مثلا در افغانستان، اطلاع دارید که در افغانستان تقریبا 3 بار در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از اون در زمان بنی امیه 2-3 بار لشکرهایی رفتن و شکست خوردن، حتی 1 بار کابل رو گرفتن، بعد دوباره کابل سقوط کرد. چند دلیل رو میتونیم در اینجا ذکر بکنیم. اولا دور بودن این مناطق از مرکز خلافت اسلامی، دور بودن بیش از اندازه این مناطق از مرکز خلافت اسلامی، و مسئله دیگر انسان‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کردند در مر تاریخ انسان‌های جنگجویی بودند، انسان‌های جنگ آزموده‌ای بودند و به آسانی تسلیم نمی‌شدند. حتی اگر در افغانستان شنیده باشید میگن مردم افغانستان میگن مردم تبر مسلمان، میگن 1 بار مسلمان شدن باز کافر شدن، مسلمان شدن باز کافر شدن. چون طبیعت مردمی که در این مناطق زندگی می‌کردن، مثلا در مناطق قوقاز ببینید تا هنوز هم مردم بسیار سرسخت، مردم خشن، تند و مردم جنگجو، و به خاطر همین در جنگ این نیست که از یک طرف درست از پیروزی الله سبحانه و تعالی هست اگر مؤمنین صادق باشند در ایمانشون، در تقوایشون، اما از طرف دیگر در جنگ اسباب است. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر مسلمان ها پیروز شدن، برقاسا در جنگ احد تلفات دادن، در ابتدای جنگ شکست خوردن. این جنگ است، یوم لک و یوم علیک، یک روز تو پیروز میشی، یک روز دشمن پیروز میشه و اسباب هست در اینجا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه غزوات میبینید اسباب رو در نظر میگرفتن. این نبود که برن در یک گوشه بشینن و دعا بکنن، پف کنن، چف کنن، دشمن شکست بخوره. نه، اسباب مهم است. ولیس للانسان الا ما سعی. دلیل دیگری که به نظر من میشه در این مورد ارائه کرد این است که هرچه که حکومت‌ها از دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دوران خلفای راشدین دورتر می شدن، به همون اندازه تقوا و پرهیزگاری و صداقت و اینها کمرنگتر می شد در بینشون و این یکی از اسباب شکست است. یعنی وجود یک صحابی در یک لشکر مثلا 20-30 هزار نفری یک قوت قلبی بود، یک برکتی بود، یک
تأثیر معنوی داشت در چیز. منتها بعد از دوران صحابه و تابعین این مسئله کمرنگتر شد و در بعضی از جنگ ها هم خشونت ها، برخورد های غیر اسلامی وجود داره، با وجود اینکه در رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خودشون همیشه وقتی که میخواستن مجاهدین رو به غزوه‌ای به جنگی بفرستن اونا رو تاکید میکردن در مورد برخورد با اسیران، در مورد غنایم، در مورد انسان‌های غیر نظامی. در بعضی دوره‌ها شاهد هستیم که این مسائل یک کمی این برخوردها کمرنگ شد. این که نه که کلا نبود، شاید در بعضی دوره‌ها کمرنگ‌تر، در بعضی دوره‌ها پررنگ‌تر، در بین خلفای بنی امیه در اواخرشون، در بین بنی عباس، حتی تا همین زمان خلافت عثمانی، در زمان سلجوقیان، در همه دوره‌ها ما خلفا و حکام و ملوک خوبی هم داشتیم که واقعا پیرو قرآن و سنت و همان تعالیمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشزد کرده بودند در دوران جنگ و صلح بودند. اما در بعضی از دوره‌ها بله، بعضی از امکان داره که اعمالی هم صورت گرفته باشه که منافی تعالیم اسلام باشه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم سه سوال داشتم. سوال اول این بود که بایکوت کردن یا تحریم کردن لوازم اسرائیل، یعنی خود شما بهترتر میفهمین که اکثرا همه اجناس پشت سرش یهود است. چه راه حل میتونین برای ما توصیه کنین استاد محترم؟ و آیا پیامبر علیه السلام تحریم کردن یا خیر؟ پیامبر علیه السلام در این باره چی گفتن؟ سوال دومی بود که استاد محترمی بود که آیا به نظر شما این جنگی که در غزه وجود داره استاد محترم باعث بیداری جهان نشده؟ چون میبینیم که بسیار از حتی کشورهای غربی، ما در سویدن سعی میکنم استاد محترم، یعنی در اینجا وقت خیلی کساست حتی اتئیست هستن، یعنی بیدین هستن، اما میبینین امو چفیه میگن یا امو دستمال معروف فلسطینی. بله امو را استفاده میکن و میرن. و سوال سومی بود که استاد محترمی بود که امی در فیسبوک شخصی استاد محترم، آیا امی وصال حق امی مدیریت وصال حق در فیسبوک به دست خود شماست یا که همکارای شماست استاد محترم؟ میخواستم بفهم استاد محترم. باش چشم، در این مورد هم صحبت میکنم. جزاک الله خیر. سلام علیکم. تشکر شما. در مورد این که آیا تحریم و بایکات کردن منتوجات اسرائیلی، آمریکایی و کشورهایی که با اسرائیل همکاری میکنند یا شرکت‌هایی که مؤسساتی که با اسرائیل همکاری میکنند جایز است یا نیست، این فرض است. مسئله جایز و ناجایزش نیست، این فرض است، واجب است بر همه مسلمان‌ها که تا حد امکان فاتقوا الله ما استطعتم، تا به اندازه استطاعت از منتجاتی که از کشورهایی که با اسرائیل کمک میکنن یا شرکت‌های اسرائیلی هستن یا در پشت اینها یهودیایی هستن که با اسرائیل همکار هستن و شرکت‌های معروفی مثل KFC و ماکدونالدز و اینا که معروف است، حتی که شرکت‌های مانند HP گرچه اسرائیلی نیست اما با اسرائیل همکاری میکنه، اینها واجب است، فرض است بر تک تک مسلمان ها که تا حد امکان از اینها دوری بکنن. بعضیا این شبهه رو وارد میکنن، بعضی از این کسایی که افکار مدخلی دارن که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو نکرده بودن. مثلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین اتفاقی نیفتاده، ما چطور این کار رو بکنیم؟ این منشه این فکر یکی همون ولی امر پرستی آنهاست، دیگر هم حماقت و جهالت به امور دین. اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین امکاناتی بود که ما بتوانیم توسط بایکات کردن و تحریم کردن به دشمن ضربه بزنیم، 100% رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کارو میکردن.
شاید بعضی بگن در زمان خلفای راشدین، در زمان بنی امیه، بنی عباس، در مثلا تا 1300 سال همچین اتفاقی در جهان اسلام نیفتاده. خیلی ساده است، چون در اون موقع جهان اسلام به جهان غرب محتاج نبودن، بلکه اونها محتاج بودن به ما. اونها به دانشگاه‌های ما محتاج بودن، به علمای ما محتاج بودن، به تکنولوژی که در دست مسلمان‌ها بود محتاج بودن. ما به اونها محتاج نبودیم. امروز قضیه شده برعکس. امروز مسلمان‌ها به اونها محتاج هستند و اونها همیشه سعی می‌کنن که با در زیر سیطره قرار دادن اوضاع اقتصادی و صنعتی در کشورهای اسلامی توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های غربی حتی جلوی پیشرفت و انکشاف و ترقی مسلمان‌ها را بگیرن. به خاطر همین امروز تحریم و بایکات کردن شرکت‌هایی که با دشمنان اسلام همکاری می‌کنند بر همه مسلمان‌ها واجب است تا حد امکان. به طور مثال یک کسی بیماری داره، علاجش دارویی است که ساخت اسرائیل است، ساخت آمریکاست. اگر اینو استفاده نکنه میمیره. در این صورت بلکه واجب است که استفاده بکنه، چون نجات دادن حیات یک انسان مهمتر از همه چیز است. اما بعضی چیزایی هست، به طور مثال بیارم، در بعضی از کشورها، مثلا در ترکیه، در بعضی از مالزیا، در بعضی کشورها ماکدونالدز و KFC و استاربکس و اینها را مردم تحریم کردن. شما شاید اطلاع داشته باشید که KFC همه شعبه هایی که در ترکیه داشت رو بست. یعنی در تقریبا پیش از ماه رمضان حدود 300 و چند شعبه‌ای که داشت در اینجا بسته شد. به خاطر چی بسته شد؟ چون که مردم نخریدن. استاربکس تحریم شد به خاطر همین شرکت‌های ملی که وجود داشت، اونها اومدن جای استاربکس رو پر کردن، چون با پرروحی و وقاحت تمام اونها اعلان کردن که ما در کنار جنایتکاران اسرائیلی ایستاده ایم و این کمترین کاری است که ما مسلمان‌ها میتوانیم انجام بدیم. چون همان غذایی که یک برس غذایی که شما میرید از KFC میگیرید و میخورید، یک مقدار از اون سودی که شما به این شرکت میرسانید، این 1% از این سود میره به جیب کی؟ به جیب ارتش اسرائیل. با این پول سلاح آماده میکنن یا میخرن، با این پول گلوله درست میکنن، بعد از اون خانه ها و افراد مسلمانی که در فلسطین برادران و خواهران مسلمان ما را در اونجا میکشن. پس ما عملاً داریم همکاری میکنیم و یک اصلی هست در قرآن کریم که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در گناه و در دشمنی بر علیه مسلمان ها شما همکاری نکنید. آیا جنگ غزه سبب بیداری؟ من در یک از برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم. یقینا که جنگ در غزه خیلی از شعارهای توخالی حقوق بشر و آزادی بیان و این مسائلی که وجود داشت رو برملا کرد و حتی خود غربی‌ها شناختن که حکومت‌هایشان، پارلمان‌هایشان، سیاست‌هایی که در اروپا و آمریکا بوده و سالها به مردم شعارهای دروغین دادن، همه اینها پوچ و توخالی بوده و هیچ ارزش معنوی نداشته. چون دیدیم که همه این شعارها و همه این ارزش‌هایی که اینا سالها داد و بیداد را انداخته بودن، گوش جهانیان رو کر کرده بودن، وقتی که قضیه فلسطین به میان آمد همه اینها در اینجا شکست و خرد شد و از بین رفت. به خاطر همین قضیه غزه، بعضیا میگن که خب چه امروز 10,000 نفر کشته شدن، غزه کاملا ویران شد، نتیجه چی بود؟ نتیجه هزاران نفری که امروز در جهان مسلمان شدن، هزاران نفر مسلمان شدن و این هزاران نفری که در جهان مسلمان شدن، تأثیر این بر اسلام، بر جوامع غربی طی سالهای آینده آشکار خواهد شد. قضیه فلسطین یک بار دیگر در جهان زنده شد. همین دیروز فرانسه دشمن اسلام اعلان کرد که دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسه و این چی است؟ تأثیر افکار عمومی و رسانه ها بر روی سیاستمداران و دولت مردانی که گرچه نمیخواهند اما مجبور میشن که دولت فلسطین رو مثلا به رسمیت بشناسن و این تاثیرات زیادی داشت در بین خود مسلمان ها. یک بار دیگر برای اولین بار بعد از سالها دیدیم که مجموعه‌ای از علمای جهان اسلام جمع شدن و فتوای نفیر عام یا جهاد عمومی، بسیج عمومی بر علیه اسرائیل صادر کردن و این خودش یک تحول خیلی مهمی است. ما بعد از سقوط خلافت عثمانی همچین صحنه‌ای رو نداشتیم که علمای جهان اسلام در یک جای جمع بشن
و اعلان بسیج عمومی و نفیر عام بر علیه اسرائیل بدن و این یک تحول خیلی مهمی است. شاید بله 10,000 نفر به شهادت رسیدن، خانه ها خراب شد، اما معیار پیروزی در اسلام در کشته شدن، در خراب شدن، در نابود شدن نیست. شاید معیارها فرق بکنه. در پیش مثلا بعضی از کشورها معیار عزت و شرف و پیشرفت این است که غلام باشن، بله ساختمان‌های بلند داشته باشن، ملتی مرفه داشته باشن، اما غلام باشن. امروز خیلی از کشورها هستن در بهترین، در ساختمان‌های شیک، در یک فضای خیلی لوکس دارن زندگی میکنن، اما غلامن. چیزی به اسم عزت و شرف و این چیزها اصلا وجود نداره در نزد اینها. اما میبینیم که سربلندی و عزتی که مردم غزه در اون زندگی میکنن، با وجود این همه ظلم، این همه جنایت، این همه خوناشامی که با اون مواجه شدن، امروز میبینیم که در غزه مردم از زیر آوارها بلند میشن و الله اکبر میگن. این عزت و شرف و مجد و عظمت مفت به دست نمیاد. در مقابلش خرابی هست، در مقابلش زخمی شدن هست، زندان رفتن هست، کشته شدن هست و کسانی که به دنبال مجد و عظمت هستن این چیزها رو باید تحمل بکنن. سوال دیگرشون که آیا صفحات اجتماعی وصال حق در دست ما هست؟ نه. بعد از سال 2018 به بعد ما هیچ گونه ارتباطی با وصال حق نداریم و برنامه هایی که اجرا میشه، اشخاصی که حتی برنامه اجرا میکنن در صفحات اجتماعی وصال حق، همه اینا مورد تایید ما نیستن. اخباری که پخش میشه، تصاویری که پخش میشه، بارها من اعتراض کردم به دوستانی که این صفحات در دستشون هست، حتی تصاویری که مخالف سیاست‌های شرعی وصال حق بود پخش میشه، مطالبی که حالا برای ارضای بعضی از حکومت‌ها یا اشخاص یا مؤسسات در اونجا نشر میشه، هیچ کدوم اینها مورد قبول و تایید ما نیست و هیچ گونه ارتباطی هم نداریم و هیچ گونه سلطه‌ای هم بر وصال حق نداریم. متاسفانه همونطوری که بارها گفتم وصال حق توسط تعدادی از دوستان به اصطلاح غصب شد و بلایی که به سر وصال حق آوردن که من بارها بهشون گفتم ای کاش وصال حق همونطوری که در ماهواره بسته شده بود کلا بسته میشد و همون مجد، همون عظمت، همون حقگویی و همون صداقتی که وصال حق داشت در ذهن و خاطره مردم همان گونه میماند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید برادر است. دو سوال داشتم. سوال یکم، آیا ظهور امام مهدی یکی از نشانه های بزرگ قیامت دلیل قرآنی حدیثی دارد یا نه؟ درست. سوال همین بود که نام پرویز شنیدم که یک علما گفتن که نامت را علیش کن، اما نگفتن که به دلیل یک سبب که پرویز نامش را علیش بوده. همون دلیل باید نه. دلیلش چی گفته است؟ دلیل نگفتن، هم تو گفتن نامت را باید علیش کن. نه، نام پرویز یک نام فارسی است، اشکال شرعی هم ندارد و شاید به دلیل اینکه مثلا خسرو پرویز آخرین کسرا بود و یک پادشاهان فارس بود نام او است، اما این به این معنی نیست که این نام ناجایز باشد. بالعکس نام پرویز یعنی نام زشتی نیست. الو بیننده عزیز، بزرگ قیامت گفتیم درست است؟ بله. نشانه های بزرگ قیامت. بله ظهور امام مهدی
محمد ابن عبدالله که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و از فرزندان حسن ابن علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا می باشد، این یکی از علامات بزرگ قیامت است. بهترین. من شنیدم که یک نفر گفتن که این دلیل قطعی ندارد، این بافته شیعه ها است. گفتن که گپ شنیده بودم، همون به از شما پرسیدم گفتم. ما در یک برنامه من مفصل توضیح دادم که مهدی که ما بهش اعتقاد داریم غیر از آن مهدی است که شیعیان اعتقاد دارند. مهدی شیعیان فرزند حسین ابن علی است میگویند و میگویند که در سال 262 هجری به دنیا آمده است. متوجه شدید؟ بعد از اون در کودکی در 5 سالگی غیبت رفته است و تا هنوزم زنده هست و در ابرها زندگی می کند و در امور مردم مداخله می کند و از خودش نایب‌هایی دارد، مشاورینی دارد، کسانی دارد که پیام‌های او را برای مردم می‌رسانند و احوال مردم به او گزارش میدند. این عقیده شیعه است. عقیده اهل سنت این است که مهدی به دنیا نیامده است، بلکه در آخر الزمان به دنیا میآید. بهترین. خدا جزای خیر براتون دیدم. سلامت باشید برادر. زنده باشید. تشکر از شما. خب درمان الله باشید. سلامت باشید. به بعضی از پیام هایی که عزیزان ما فرستادن گوش میدیم و اگر سوالی داشته باشن هم پاسخ خواهیم داد. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده از آذربایجان غربی تماس بگیرم خدمتتون ایران. اولا خیلی از برادران عزیز ممنون و متشکرم، از آقای انصاری عزیز، از برادرمون احمد پشت صحنه و از دیگر برادرانمون توی شبکه مانند آقای هاشمی، آقای کیانی، آقای خدمتی و آقای حیدری. ما از این مجاهدان واقعا تشکر میکنیم. انشالله به حول و قوه الهی همیشه موفق و مؤید و پیروز باشن. ما براتون دعا میکنیم، چیزی که از دستمون برمیاد همین دعا کردن هست و انشالله که همیشه در کارتون موفق باشید. انشالله که خدا شما را از شر شیطان و بلای ناگهان به دور نگه داره. آمین. شماها مایه افتخار ما هستید، مایه عزت اهل سنت هستید. ما واقعا افتخار میکنیم که چنین کسایی داریم که در راه تبلیغ دین مجاهدانه و البته که مجاهد هستیم و بوده و انشالله میمانید. و در آخر بنده از کنم خدمتون از شیعیان عزیز که برادران ما هستند دعوت میکنم که به قرآن کریم سوره سبا آیت 22 الی 28 مراجعه فرمایند و بالاخره در اونجا تعقل کنند. چیز زیادی نمیخوام، انشالله که این درخواست برادر کوچیکشونو بالاخره جامعه عمل بپوشونن. بازم متشکرم، ممنونم ازتون. امیدوارم در سایه ایزد منان همیشه موفق باشید. برای ما دعا بکنید که ما هم عاقبت به خیر باشیم. متشکر، قربان شما، خدا حافظ شما. الله متعالی رو نگهدار شما برادر عزیز. تشکر میکنم از این برادر بزرگوارمون. پیام ایشون در مورد قرآن کریم، بله، یکی از بهترین راه هدایت قرآن کریم است. ما در همین اول قرآن کریم بعد از سوره حمد در صفحه دوم اولین آیاتی که از سوره بقره ما میخوانیم که در مورد قرآن کریم میگه هدن للمتقین،
الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هدایت است برای متقیان. انسانی که انسان خوب باشه، انسان متقی باشه، انسانی که در پی هدایت باشه، بهترین هدایت قرآن کریم است. آیاتی رو که ایشون اشاره کردن یک مرور میکنیم. دوستان عزیز، این سوره سبع هست، آیات 22 تا 28 فرمودن. خیلی از دوستان در مورد این اپلیکیشنی که ما ازش استفاده میکنیم سوال کرده بودن که این اپلیکیشن چی است، چگونه استفاده میشه. این قرآن کریم است به زبانهای مختلف. مثلا من اول این لینکش رو برای دوستان در اینجا بفرستم، کسانی که دوست دارن از این قرآن استفاده بکنن. یک توضیح هم در موردش بدم. این دانشگاه ملک سعود یکی از دانشگاه‌های معروف دنیا هست در شهر ریاض. این مصحف رو درست کرده، به زبان‌های مختلف هست، به عربی هست، به روسی هست، به چینی هست، به انگلیسی، به فارسی و ترجمه‌های مختلف داره به زبان‌های مختلف که ما خدمت شما اینجا ترجمه فارسیشو استفاده می‌کنیم. مثلا اینجا ببینید به هر زبانی که بگید، فرانسی، آلمانی، پرتغالی، مالایی، ازبکی، اردو، کردی، اندونزیایی، ترکی، به زبان انگلیسی، به زبان‌های مختلف ترجمه قرآن کریم و از جمله ترجمه فارسی رو داره. از دیگر ویژگی‌های این مصحف این است که خیلی راحت شما یک کلمه ای از قرآن رو در اینجا بنویسید و بحث یا سرچ رو بزنید، براتون میاره و از اینجا میتونید از طریق سوره ها هم انتخاب بکنید. هر سوره رو که دوست دارید، هر آیه رو که دوست دارید میتونید از اینجا انتخاب بکنید و هر صفحه رو که دوست دارید میتونید از اینجا انتخاب بکنید. ویژگی‌های منحصر به فردی داره و همین آیه رو که میخواید هم میتونید که با صدای هر قاری که دوست دارید، قاری‌های مختلف اینجا هست، میتونید ببینید حسری هست، علی جابر هست، منشاوی، سعد القامدی، شاطری، عبدالباسط، هر قاری که دوست دارید رو با صدای اون قاری شما قرآن رو بشنوید. فقط کافی است که اینجا کلیک بکنید. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. بله، همون رو براتون میخونه. خب میایم الان رو آیه‌ای که دوست عزیزمون برای ما تذکر دادن که این رو یک بار مرور کنیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. ای پیامبر بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارند، غیر از خدا اونها رو یاد میکنند، غیر از خدا از اونها طلب میکنند، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. اینها مالک مثقال ذره‌ای در آسمان ها و زمین نیستند. و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر. و در آفرینش و تدبر آسمان ها و زمین اینها هیچ شرکتی ندارند، همینایی که شما غیر از الله اونا رو میخوانید. و الله سبحانه و تعالی از میان همین اشخاصی که یا بت‌هایی که یا اولیایی که یا امامانی که شما آنها رو میخوانید، الله سبحانه و تعالی هیچ کدام از اونها رو یاور و پشتیبان خود نگرفته است. صفحه بعدیش رو وقتی که میریم، جالبش این است که این مصحف رو خیلی راحت میتونید اینجا صفحه بزنید، به صفحات مختلف برید، در مقابلش ترجمه به زبانی که دوست دارید میتونید پیدا بکنید. در ادامه در آیه 23 الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. و شفاعت در نزد الله سبحانه و تعالی هیچ فایده ای ندارد مگر برای کسی که الله سبحانه و تعالی اجازه داده باشد، اجازه شفاعت کردن داده باشد برای او. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. تا زمانی که مضطرب بشن، پریشان بشن و اضطراب و پریشانی از دلهایشان برطرف بشه، بعد از اون چی میگن؟ پروردگارتان چه گفت؟ قالوا الحق. میگوین که پروردگار چی گفت؟ حق را فرمود. و هو العلی الکبیر. و الله سبحانه و تعالی
بلند مرتبه و بزرگ است. قل من یرزقکم من السماوات والارض، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم به مشرکین، به اینایی که غیر از الله سبحانه و تعالی رو میخوانند، بگو که چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی میدهد. قل الله، الله سبحانه و تعالی خودش جواب میده، میگه بگو که الله، غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کسی دیگه روزی دهنده نیست. و این او ایاکم لعلی هدى او فی ضلال مبین، که شما و یا ما یا بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم. یک نوع بیان یک فرض محال، بیان یک نوع به اصطلاح مناظره هست، گفتگو هست با کفار و مشرکین. آیه بعدی الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، و بگو که شما از گناهی که ما مرتکب شده ایم بازخواست نمیشوید و ما از اعمال شما و آنچه که شما انجام میدهید بازخواست نمیشویم. کل نفس بما کسبت رهین، هر کسی مسئول اعمال خودش است. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، بگو که الله سبحانه و تعالی همه ما رو گرد میاره در روز قیامت و با حق در بین ما چی کار میکنه؟ داوری میکنه. و هو فتاح العلیم، و الله سبحانه و تعالی داور و فیصله کننده عالم و داناست. این آیاتی بود که برادر عزیزمون در موردش صحبت کردن. آیه 27 قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم، بگو که کسانی را که به عنوان شریک به الله سبحانه و تعالی ملحق ساخته اید به من نشان بدهید. چی میگن؟ میگن که این امام و این به اصطلاح ولی و این پیری که ما به او از او مدد میجوییم، اینها به اصطلاح در کنار الله سبحانه و تعالی صاحب یک سری اختیارات هستند. الله سبحانه و تعالی در اینجا به ما میگه که بگو به آنها ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونایی رو که به عنوان شریک به الله متعال شما ملحق ساخته اید نشان بدهید کیا هستن، چی کار کردن. کلا، هرگز چنین نیست. بل هو الله العزیز الحکیم، فقط الله سبحانه و تعالی است که پیروزمند حکیم است. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولكن اکثر الناس لا یعلمون، بگو که الله سبحانه و تعالی تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم برای چی فرستاده است؟ برای بشارت دادن بشارت به مردم و ترساندن و بیم دادن مردم از غضب و از عذاب الله سبحانه و تعالی، ولکن بیشتر انسان ها نمیدانند. این آیاتی بود که برادر عزیزمون در این پیام صوتیشون اشاره کرده بودن که این رو دوستان بخونند. پیام بعدی رو میشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خداوند متعال بر تمامی برادران زحمتکش شبکه بهشتی رسال حق، به خصوص برادر گرامی آقای انصاری. بنده مدتی است که اول به لطف خداوند و دوم به لطف رسال حق و برادر ارجمندم آقای انصاری مسلمان واقعی یعنی موحد شدم. الله اکبر. خواهشی که از شما بزرگواران دارم ترجمه و تفسیر آیه 46 سوره اعراف صفحه 156 که شیعه میگویند تفسیر و معنی ای آیه شریفه مربوط به 12 امام می باشد. برادر کوچیک شما ابو نمر از اهواز. خیلی ممنون. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و گرامی. دوستان ما هنوز وصال حق رو فراموش نکردن. بر صورت در مورد آیه 46 سوره اعراف
این رو برای شما عزیزان بیارم. دوستان اگر این رو لطف کنن نشون بدن، سوره اعراف آیه 46. در اینجا الله سبحانه و تعالی در مورد وضعیت بهشت و جهنم داره صحبت میکنه. میفرماید که و بینهما حجاب، در بین اهل جهنم و در بین اهل بهشت یک حجابی است، یک پرده‌ای هست، یک دیواری هست. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، و بر اعراف به معنی بلندی ها، تپه ها که در بین بهشت و در بین جهنم هست. رجال، مردانی هستند در اینجا مردانی هستند در این تپه. شیعه یکی از مشکلشون این است که هر جا یک آیه رو دیدن که در اون رجال هست، شیعه هست، کلمه 12 هست، کلمه 5 هست، کلمه 4 است، بعد میگن بله این یا 14 معصوم است، یا 12 امام است، یا 5 تن آل عباس، یا نمیدونم 4 تن فلان است، یا این رجالی که در اینجا ذکر شده اهل بیت است، امامان شیعه است. یعنی به قول معروف به علی شریفی گفته بودم که هر سیبیلویی رو فکر میکنه که باباش هست. این مشکلی دارن، یک مشکل روانی دارن. مثلا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماه‌ها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه هست. میگن این 12 ماه یعنی 12 امام. یه روز گاخوند به یاد داشته باشید در وصال حق با بحث میکرد، گفت که این یکی از دلایل 12 امام همین آیه است که الله متعال میفرماید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. گفتم خب قبول، این از بین این 12 تا امامی که در اینجا ذکر شده 4 تا حرامزادش کدوم ها هستن؟ عصبانی شد، شروع کرد به فحش دادن که شما دارید توهین میکنید، فلان میکنید. گفتم ببین دوست عزیز، من توهین نمی کنم، اهانت نمی کنم، منتها الان شما مسئله رو گفتید که من تعجب میکنم. این آیه رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. دوستان اگر نشون بدن، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. تعداد ماه‌ها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه است در کتاب، در قرآن کریم یا در لوح محفوظ، در کتابی که در نزد الله است، در روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرد. گفتم خب 4 تا حرامزادش کدام ها هستن؟ شروع کرد به فحش دادن. گفتم به ادامه آیه رو بخوان. منها 4 حرم، 4 تاش حرام است. این 4 تاش که حرام است یا حرامزاده هست، انسانی که حرام باشه یعنی حرامزاده است. این 4 تا امام حرامزاده کدومش هستن؟ نیایید آیاتی که هیچ ربطی نداره به امام، اینها رو به امام شما تشبیه بکنید. اینجا منظور از 12 ماه همون 12 ماه قمری است. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. و ماه‌های حرام هم ماه رجب هست، ماه ذوالقعده هست، ذوالحجه هست و محرم هست. این ماه‌های حرام است که در این ماه جنگ کردن، جدال کردن ممنوع است. ربطی نداره به 12 امام. منتها اینا مشکلش اینجاست که هر جایی که رجال دیدن، هر جایی که 12 دیدن، هر عددی رو که دیدن این رو تشبیه میکنن به چی؟ به 12 تا امامشون. برمیگردیم به همون آیه‌ای که دوست عزیزمون گفتن که شیعه اعتقاد دارن که این منظور از این رجالی که علی الاعراف هستن در این آیه در سوره اعراف، این منظور همون امامان شیعه هستن. خب بیاید اول این آیه رو ترجمه شو بخونیم. یعرفون کلا بسیماهم، میگه که این کسانی که در اینجا هستن هر دو گروه بهشتی و جهنمی رو با چهره هایشان میشناسن. ببینید شما مثلا در 2 تا حیات هست، شما در وسط این 2 تا حیاتی که یک دیواری هست، بالای این دیوار اگر بایستید اهل ارض و حیات رو میبینید. اگر بیرون از خونه در روی حیاط نشسته باشه میبینید که بله اینجا محمود آقا نشسته با خانوادهش، اینجا علی آقا نشسته با خانوادهش، دارید اینا رو میبینید چون شما در یک منطقه مرتفع بلند در دیوار نشستید، هر دو طرف رو دارید میبینید. اینها هم چون در این مکان مرتفع بین دوزخ و بین بهشت هستند، هر دو طرف رو میبینند و میشناسند.
و نادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم، صدا کردند به اصحاب جنت، صدا می کنند یا صدا کردند که سلام باد بر شما، السلام علیکم. لم يدخلوها وهم یطمعون، اینها هنوز وارد بهشت نشده‌اند ولکن اینها آرزو دارند که وارد بهشت شوند. آیه بعدی و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی که روشون برمیگردونن اصحاب نار رو، دوزخیا رو میبینن، قالو، همین رجالی که مردانی که بر روی همین بلندی هستن که اسمش اعراف هست، قالو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بارالها ما را با این گروه کافر ظالم ستمگر قرار نده. ادامه هم داره و نادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، این کسانی که بر بالای این بلندی ها بودن مردانی را میبینن که آنها را میشناسند و آنها را صدا میکنن. ما اغنى عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون، به اصطلاح اون گروهتون، اون حزبتون، اون افرادی که داشتید اونا به درد شما نخوردن، مال اندوزیتون به درد شما نخوردن، سرکشی و تکبرتون به درد شما نخوردن، هیچ کدام اینها به حال شما فایده ای نداشتن. خب این آیات کلا در مورد یک گروهی داره صحبت میکنه که این گروه نه اهل بهشت هستن نه اهل جهنم هستن، در این وسط هستن. وقتی که به اهل جنت نگاه میکنن به اونها سلام میدن و الله متعال در اینجا میفرماید که لم يدخلوها و هم یطمعون، وارد بهشت نشدن اما آرزوی دخول بهشت را دارند. و به طرف اصحاب جهنم که نگاه میکنن، به طرف جهنمیان نگاه میکنن، در اینجا دعا میکنن، میگن که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بارالها ما را به همراه قوم ظالم و ستمگر قرار نده. شما به عنوان یک انسان عاقل چه برداشت میکنید؟ آیا اینا امامان هستن؟ اگر امامان بودن خب باید از همه پیشتر وارد بهشت میشدن. این وسط بهشت و جهنم چیکار میکنن؟ اگر امام بودن و امامان که 100% اعتقاد اهل سنت و اعتقاد شیعه بر این است که امامان اهل بیت بهشتی هستن، انشاءالله یک 2-3 نفرشون که 100% بشارت بهشتی، حسن و حسین و علی و اینا که یعنی بشارت بهشتی بودنشون 100% است. بقیه‌اش هم یعنی اجماع علمای اهل سنت و شیعه بر این است که انسان‌های متقی و پرهیزگاری بودن که انشاءالله از اهل بهشت هستن. پس اینا چرا آرزو میکنن که از اهل بهشت باشن؟ پس مشکلی دارن، یک مشکلی دارن که اینا رو در اینجا نگه داشته، اینها نمیتونن وارد بهشت بشن. بعد به طرف اهل جهنم که نگاه میکنن دعا میکنن بارالها لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما رو با این جهنمی ها یک جا نکن. پس حتما مشکلی دارن چون امکان داره که وارد جهنم بشن. پس اینا کی هستن؟ علمای اهل سنت، علمای عاقل، علمای مسلمان بنابر احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده و روایاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از صحابه که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تفسیر این آیات رو شنیدن ثابت شده این است که تعدادی از انسان ها هستن که موقعی که میزان میشه، موقعی که وزن میشه اعمالشون، گناهانشون و خوبی هاشون برابر میشه. مثل بازی فوتبال دیدید گاهی اوقات 2-2 3-3 4-4 گلا برابر میشه، چیکار میکنن؟ میرن برای چی؟ پنالتی زدن. اینجا اینها اعمال نیکشان و اعمال بدشان برابر بوده. اینها نه بهشتی شدن نه جهنمی شدن. پس الله سبحانه و تعالی اینها رو در این وسط نگرشون میداره، نه وارد بهشت میشن نه وارد جهنم میشن. هم این طرف عذاب رو دارن میبینن، هم این طرف نعمتها رو دارن میبینن. و اکثر علمای اهل سنت بر این اعتقاد هستن که اینا در نهایت همه اینها چی میشن؟ اهل بهشت میشن. الله سبحانه و تعالی اینها رو میبخشه و اینها اهل بهشت میشن. بعضی از
علما در مورد کسانی که در اعراف هستن میگن اینا کسانی بودن که بدون اجازه پدر و مادرانشون به جهاد رفته بودن، به جهادی که نفیر عام نبوده. و میدونید که اجازه پدر و مادر شرط است در جهاد رفتن، غیر از نفیر عام. جهاد عادی باشه شرط است. به خاطر این الله سبحانه و تعالی اینها رو در اینجا نگه داشته و در آخر وارد بهشت میشن. گروه دیگر میگن که اینها کسانی هستن که پدرشون ازشون راضی بوده، مادرشون ازشون راضی نبوده، یا مادرشون ازشون راضی بوده، پدرشون ازشون راضی نبوده. به خاطر همین اینها در این وسط قرار داده شدن و تا که فیصله بشه و در آخر رضایت پدر و مادرشون رو کسب میکنن و وارد بهشت میشن. بعضی از علما در تفسیر این میگن که اینها کسانی هستن که در بین موسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم که اهل الفتره میگن. اهل الفتره به کسانی میگن که در بین دو تا پیامبر زندگی کردن. پیامبر اولی مرده و دینش مندرس شده، مردم گمراه شدن. پیامبر بعدی تا هنوز نیامده. عده‌ای هستن که در بین این دو تا پیامبر اون اخلاقیات رو، اون بقایای اون توحید رو حفظ کردن. اینها رو بهشون میگن اهل فتره. انسان‌های خوش اخلاقی هستند، انسان‌های خوبی هستند، انسان‌های بدی نیستن، با مردم رفتار خوب دارن. اینا میگن اهل فتره هستن. اینا رو هم در اونجا قرار میدن و الله سبحانه و تعالی حکم میکنه، مورد امتحان آزمایش قرار میگیرن و وارد بهشت میشن. بعضیا میگن که اینها اهل فضل هستن از مؤمنین، که اینجا الله سبحانه و تعالی اینا رو میاره که ببینید من به فضل و کرمم شما رو وارد بهشت کردم. اگر این فضل و کرم الله سبحانه و تعالی نبود جایتون اینجا بود در دوزخ. عده‌ای هم میگن که اینها ملائکه هستن. عده‌ای هم میگن که بعضی از مفسرین اینا میگن که اینها از بنی آدم نیستن، اینها از ملائکه هستن. اما صحیح ترین قولی که اجماع تقریبا در بین علما وجود دارد بر این است که اینها همونایی هستن که گناهانشون و ثوابهایشون، پاداششون برابر شده و در اینجا منتظر امر الهی هستن که الله سبحانه و تعالی اینها رو به اذن تعالی وارد بهشت بکنه. پس ببینید که اینها چطور از آیات قرآنی با تفاسیر عجق و عجقشون سوء استفاده میکنن. مثل یکیشون تفسیرش رو میخوندم، باور کنید که بلند خندیدم. یعنی از تفاسیر عجق و عجق اینا میگه که مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم دیگه هم بستر شدن. بعد از اون میگه یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، از اونها لؤلؤ و مرجان خارج شد، لؤلؤ حسن، مرجان حسین. آیه در مورد بحر داره صحبت میکنه، در مورد دریا داره صحبت میکنه، در مورد سنگ‌های لؤلؤ و مرجان داره صحبت میکنه. این در مورد به اصطلاح امامان این رو بردن با اونها چسباندن و از این تفاسیر عجق و عجق اینا زیاد دارن در تفاسیرشون. الله متعال هدایتشون بده. پیام بعدی رو میشنویم. سلام علیکم. محمد هستم از ایران. خدمت شما راستگویان و پیروان راستین دین مبین اسلام که اندیشه درست زیستن را با کلام الله و با سنت رسول به تصویر و با کشیدن حقیقت‌های این زمان که به راستی نمی‌توان خوبی را و بد دانست و بدی را خوب، که هرگز این دو با هم یکجا جمع نمی‌شوند و خداوند یکتا دین پاکش را سرانجام به تحقق می‌رساند، چه بسا به عده‌ای خوش نیاید. زیرا که خداوند سبحان قادر و متعال قادر است و توانمند که در هر آن بخواهد انسانها را به اراده استوار هدایت نماید، میگوید باشه میشود، یعنی همون کوه و یکون. و با قدردانی بی پایان از مجاهدت شما که در راه توحیدی به ما یاری میرسانید که در این دوران پر از شرک و خرافات فریب عده‌ای دروغگو و جاه‌طلب و دنیاپرست که غیر از هوای نفسشان از چیز دیگری پیروی نکرده و نمی‌کنند جا نخورید. سپاسگزاریم. این دروغگویان که خود را پیروان علی و آل علی رضی الله عنها می‌دانند که هیچ نسبتی با علی و آل علی رضی الله عنها ندارند، بلکه رفتار و اعمالشان همان خارجی‌هایی هستند که علی و آل علی را به شهادت رساندند و تا به امروز از این دکان نان می‌خورند.
علی از صنف جهان لقمه نانی برداشت، قدم خیر که برداشت بله پنهانی برداشت. ای والله السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر می کنم از این برادر عزیز و بزرگوار. شما عزیزانم می توانید از طریق همین شماره واتساپی که تماس میگیرید، همین شماره واتساپی که زیرنویس شده، پیام هایتون رو، دلگفته هایتون رو یک گوشه‌ای بشینید در یک گوشه آرام بدون سر و صدا، حتی سعی کنید بنویسید پیامتون رو، بعد برای ما به شکل صوتی بفرستید. ان شاء الله پیام هایی که مناسب باشه در برنامه‌های آینده پخش خواهیم کرد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عاقبت بخیر باشید استاد، خوشحال هستم با شما همکارم هستم. سلامت باشید خواهر گرامی. استاد من از شما فقط میخوام که در مورد این اشخاص مشهوری که بیشترشان الحمدلله در رد شبهات روافض و برملا کردن دروغ‌هایشان موفق بودن، ولی بسیار اصرار دارن حماس را تکفیر کنن، در موردشان بگن که دست نشانده روافض هستن یا دست نشانده یهودها هستن. اگر در مورد اینها یک کم گفتگو کنید واقعا شبهه بزرگی را برطرف میکنید، چون که الحمدلله که من خودم اون توحیدی که از یک بچه فلسطینی 4-5 ساله یاد گرفتم والله العظیم اون را نمیتونستم که از خانوادم یا هر کسی دیگه یاد بگیرم. اگر در مورد این گفتگوی داشته باشید واقعا خوشحال میشم. باشه چشم، حتما انشالله، حتما انشالله، حتما انشالله. عاقبت بخیر باشید استاد. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. الله نگهدار. الله متعال کنه. والا این حقیقتا یک مشکلی است امروز. کسانی که امروز دشمن حماس هستن، دشمن مجاهدین فلسطینی هستن، یا صهیونیست های عرب هستن یا صهیونیست های فارس هستن یا صهیونیست های اسرائیل هستن. اینا یک وجه مشترکشان که همه صهیونیستی هستن. شاید هم اسمش مسلمان باشه، اسمش محمد باشه، احمد باشه، محمود باشه، عمر و ابوبکر و عثمان و علی باشه، فرق نمیکنه. کسانی که امروز با حماس و با مجاهدین فلسطینی دشمنی میکنند اینها صهیونیستی هستند. یعنی انسان‌های صهیونیست هستند که فکر صهیونیستی دارن. در این هیچ شک و شبهه‌ای نباید داشته باشیم. بابا اسلام بذارید کنار، توحید رو بگذارید کنار، عقیده رو بگذارید کنار. انسان باور کنید که امروز اگر شما یک سگی داشته باشید، اگر یک کمی اندوهگین باشید، میاد در کنار شما به یک حالت افسرده و اندوهگین در کنار شما میشینه. اینها از سگم کمتر هستن که امروز با مردم فلسطین، با مجاهدین فلسطین، با مجاهدین قسام، با مجاهدین حماس، کمترینش این است که بابا سکوت بکن. من در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها در یکی از برنامه‌ها در وصال گفتم بعضی از علمای ما که امروز در افغانستان هستند، منظورم همون روزها بود، از سگ اصحاب کهف هم بدتر هستند. بعضی اعتراض کردن که این چه حرفیه که دارید میزنید، به علما به توهین نکنید، فلان نکنید. بابا جان، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم کافر رو، مشرک رو، ابو جهل رو، ابو لهب رو، دشمنان عتبه و شیبه و ربیعه رو به سگ تشبیه نکرده، اما علما رو به سگ تشبیه کرده، به خر تشبیه کرده. مثلهم کمثل الحمار، مثلهم کمثل الکلب. چرا؟ ببینید من بعضی چیزای دین، بعضی از امور دین نیاز داره که ما تفکر بکنیم، تدبر بکنیم. الله سبحانه و تعالی ای چرا امر افلا یتدبرون القرآن، هر روز به ما میگن که در روز جمعه باید سوره کهف رو بخوانید که اینقدر ثواب داره. یک روزی با خودم فکر کردم که یعنی یک سوره ای که در اون داستان 4-5 تا مردی است که با سگشان میرن در یک غاری، در اونجا میخوابن، بعد از چند سال 500 سالم بیدار میشن
و یک سری اتفاقاتی میفته مانند یک فیلم سینمایی. این چه داره این داستان که من باید این رو هر روز جمعه با تفکر و تدبر بخوانم؟ متاسفانه اکثر ما این چیزها رو میخوانیم، هر روز جمعه میخوانیم بدون تفکر و تدبر، به خاطر همین هیچ درسی نمیگیریم. مانند یک عالمی میگن شبی رفته بود خانه یک کسی، عالم خیلی بزرگی بود، میگن امام احمد ابن حنبل بود. این طرف شب تا صبح نماز تهجد خواند، صاحب خانه عالم شب تا صبح خوابید. صبح که بیدار شد طرف آمد گفت شیخ، امام گفت من اسم تو رو شنیده بودم، تو هم چیزی نبودی، یعنی شب تا صبح من نماز خواندم تو خوابیدی. گفت دیشب که تو نماز میخواندی من در بستر خواب از فلان حدیث پیامبر 10 درس گرفتم، این درس این درس این درس این درس این درس این درس. به خاطر همین ما تفکر و تدبر بکنیم. خب سوره کهف رو میخوانیم، داستان یک سگی که با چند نفر میرن در یک غاری میخوابن و بعد از چند صد سال بیدار میشن و میان در بین مردم و یک سری اتفاقاتی که میفته. چرا؟ چون در زمانی اصحاب کهف میرن در یک سوراخی، در یک غاری میخوابن که پادشاه ظالم و ستمگری است که در سایه این پادشاه تو نمیتونی دعوت بکنی، نمیتونی حرف حق بزنی، نمیتوانی در اونجا توحید رو نشر بکنی، نمیتوانی بدین خدمت بکنی. الله متعال داره به توی عالم دعوتگر میگه که اگر همچین حالتی دست داد که مجبور شدی در کنار ظالم قرار بگیری، مجبور شدی در پارلمان در لوی جرگه ظالمین شرکت بکنی، مجبور شدی که در شورای علمای ظالمین شرکت بکنی، مجبور شدی که عضو هیئت علمای ظالمین شوی، در زیر اشغال در حکومت دست نشانده بری خدمت بکنی، بری حرف حق رو نتونی بگی، برعکس مجبورت بکنن که باطل رو بگی، در این صورت برو مثل اصحاب کهف بمیر، تو خانه‌ات بشین بمیر. هیچ عالمی رو، هیچ دولت ستمگری، حتی این دولت تاجیکستان دیدید که عالمی رو به زور از گوشش کش کرده باشه، جلوی دوربین آورده باشه که بیا اینجا حرف ناحق رو بگو؟ نه، بعضی از اینا خودشون میان، والله خودشون با رضایت میان، پول میگیرن میان، دین فروشن. الله متعال در سوره کهف به ما میگه که بابا مثل اصحاب کهف وقتی نمیتوانید دعوت بکنید، نمیتوانید توحید رو پخش بکنید، نمیتوانید در مقابل ظالم بایستید، برید در یک سوراخی بمیرید، برید در یک غاری گوشه‌نشینی بکنید، برید در خانه بشینید صداتون رو در نیارید، حداقل مثل اصحاب کهف برید در یک گوشه بمیرید. اما متاسفانه نه تنها که مردانگی برای جهاد ندارن، اهل کمک به جهاد و به مجاهدین هم نیستن، مردانگی برای گفتن سخن حق رو هم ندارن، اما مانند سگ و بلا نسبت سگ صبح تا شام ببینید که بلندگوی صهیونیستا شدن، بلندگوی دشمنان اسلام شدن، بلندگوی آمریکا و اسرائیل شدن و به نفع اونا تبلیغات میکنن و حرفی هم که میزنن ببینید که سخنگوی ارتش اسرائیل میگیره حرفشون رو در صفحه ایکس خودش پخش میکنه و ازشون تعریف و تمجید میکنه. اینا همان سگ‌هایی هستن که الله سبحانه و تعالی اونها رو مثال میزنه، میگه مثلهم کمثل الکلب. اینها همان الاغ‌هایی هستن که بار کتاب در پشتشون هست اما هیچ نفع و ضرری به حال اونها نرسانده. یک تعداد اینطوری هن و این کاری هم که انجام میدن طوری وانمود میکنن که قربتاً الی الله، به عنوان یک عبادت دارن انجام میدن، چون در نظر اونها احماس گروه منحرف است، در نظر اونها مجاهدین منحرف هستن و این انسانهای منحرف رو باید برملا کرد، باید افشا کرد، باید بر علیه اینا صحبت کرد. یعنی شرافت، انسانیت، از دین خب بگذاریم، از دین، از این چیزا بگذاریم، نه شرافت دارن، نه انسانیت دارن، نه وجدان دارن. امروز تو هیچ کاری نمیتونی برای برادران مسلمانت بکنی، حداقل سکوت بکن، خفه شو، دهنت رو ببند، زبان کثیفتو بر علیه پاکترین انسانهایی که امروز در بین مسلمان ها وجود دارن و در مقابل دشمنان اسلام جهاد میکنن در فلسطین، این زبان کثیفتو در مقابل اونها باز نکن. حداقلش این است. وانگهی شما در یک جایی هستید، از گرسنگی دارید میمیرید، دین به تو میگه که گوشت سگ رو بخور، گوشت گربه رو بخور، گوشت خوک رو بخور، گوشت خر مرده رو بخور، گوشت مردار حیوان خفه شده رو بخور، گوشت گندیده رو بخور، المهم جانت رو نجات بده، چون جان یک مسلمان
در نزد الله سبحانه و تعالی حرمت یک مسلمان بالاتر از حرمت کعبه است. در دین ما در حالت اضطرار حتی گفتن کلمه کفر جایز است. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسی که سرش چاقو رو بذارن به گردنش یا تفنگچه رو بگذارن رو سرش بگن که تو این حرف رو بزن، به خدا فوش بده، فوش بده، هیچ مشکلی نیست. عمار ابن یاسر بعد از شهادت پدر و مادرش پیش رویش شروع کرد به کفر گفتن. خبر رسید به پیامبر، یا رسول الله عمار داره کفر میگه. پیامبر تبسم کردن گفتن قلبه مطمئن بالایمان. مجبور است. گاهی اوقات انسان مجبور میشه. وقتی که تو در حالت گرسنگی که داری جانت از دست میدی، الله به تو میگه گوشت مردار هم میتونی بخوری، گوشت خوک رو هم میتونی بخوری. از برای خدا همین حکم امروز به برادر مجاهد در فلسطین، همین حکم بالای اونها اجرا بکن که تو ای بی غیرت دیوس نه بهشون جا دادی، نه بهشون کمک کردی، نه بهشون دفتر دادی، نه بهشون کمک نظامی کردی، نه بهشون کمک مالی کردی، حتی دهن کثیفت هم بر علیه اونها نبستی. اگر امروز اونها خودشون میگن خالد مشهور که من پخش کردم که میشه، میگه ما مجبور شدیم بریم به طرف ایران و میدانیم که ایران داره از قضیه فلسطین سوء استفاده میکنه. میگه ما مجبور شدیم بریم به طرف ایران و از اونها کمک بخوایم. با اونها کمک کردن به خاطر چی؟ به خاطر تحسین و تجمیل چهره خودشون در جهان اسلام، به خاطر اینکه از فلسطین به عنوان یک اهرم فشار در امروز سر میز مذاکره وقتی که با آمریکایی‌ها و اسرائیلیا در عمان در مسقط میشینه، ایران با چی با اونها مذاکره میکنه؟ با برگ حوثی‌ها، با برگ حزب الله، با برگ حماس، با برگ جهاد اسلامی. میگه اینا دست ماست، شرایط ما رو قبول کنید، به جهنم همه اینا رو تحویلتون میدیم. ندادن، حزب الله رو تحویل دادن، حوثی‌ها رو تحویل دادن، حماس رو هم فروختن، فلسطین هم گفتن به ما ربطی نداره، همه چیز رو رها کردن. سوریه بشار اسد رو ول نکردن. یک گروه هستن اینا، همون بهترین صفت همون عالم‌های خرنما و سگنمایی هستن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان کرده. نوکر تواغیت هستن. گروه دیگر کسانی هستن که فکر مدخلی دارن. برای اونها، این کسانی که فکر مدخلی دارن، برای اونها هر کسی که حزبی باشد، جماعتی باشد، یا اخوان المسلمین باشد یا این باشد، همه اینا منحرفن، همه اینا مبتدعن، علی اینا فاسقن، فاجرن. این یک فکری است که بارها در موردش صحبت کردیم که اگر ولی امر بگه که شیر سیاه هست میگن سیاه است، اگر بگن که قیر سفید است میگن سفید است. ولی امر رو مثل خدا میپرستن. یک گروه دیگر گروه های لیبرال های هستن، سیکولار ها هستن و اینهایی که همیشه داد میزدن از حقوق حیوانات، از حقوق زن. داد و بیداد، زنها در افغانستان اجازه نمیدن که از کلاس ششم بالا درس بخوانن. هزاران نفر زن و کودک رو امروز در فلسطین قتل عام میکنن، اینا صداشون در نمیاد. چه کثیف هستن دشمنهای جهاد و مجاهدین امروز در دنیا. الله سبحانه و تعالی نابودشون بکنه و شر اینا رو از سر امت اسلامی کم بکنه. من در مورد فلسطین صحبت کردیم. دیروز یک دوستان یک کلیپ رو برام فرستاد، دوست دارم در برنامه امشب خدمتون پخش بکنم تا بشناسید این آخوندهایی که امروز همه امت اسلامی رو اینها فروختن برای آمریکا و برای اسرائیل. به خاطر خودشون همه رو اینها میفروشن. کلیپ رو با هم ببینیم. هر بلای سر فلسطینیا بیاد حقشونه. هر بلای سر فلسطینیا بیاد حقشونه. میدونید چرا فلسطینی‌ها 70 سال آوارن؟ بیچارگی و بدبختی گریبانشون رو گرفته و حال و روز فعلشون اینه. به خاطر اینه که حضرت زینب سلام الله علیها اینا رو نفرین کرده. در مسیر عبور اسرای کربلا تا شام، زمانی که فلسطینی‌ها با اسرای اهل بیت برخورد میکنن، سنگ به سر اینها میذارن، با سنگ استقبال میکنن. لذا دختر امیرالمؤمنین نفرین میکنه و میفرماید امیدوارم تا روز قیامت سنگ از دستتون نیفته. و الان امروز میبینیم اثر نفرین و دختر علی. یعنی احمق‌تر از این آخوند جماعت من خدمت شما عرض کردم، من کسی رو ندیدم. فلسطین کجا، شام کجا. از دمشق وقتی بخوان کسی بخواد بره مدینه، مسیر کاروانی که حالا ادعا میکنه، اصلا از فلسطین نمیگذره.
یعنی از سوریه مستقیم وارد خاک عربستان میشه، وارد اصلا ربطی. فلسطین این طرف هست، عربستان این طرف، به اصطلاح شام این طرف دمشق. یعنی اینا اینطوری رفتن از فلسطین دور زدن آمدن، راه نیست. یعنی یک حرف احمقانه. بعد ببینید دشمنی اینها چطور دشمنیشون با اهل سنت رو، با مردم فلسطین رو به اون شکل و شمایل دینی میدن. بعد اینکه من بارها روزی که از علما اومده بود در مورد اینکه حزب الله رو فروختن، حوثی‌ها رو فروختن، همه این کسایی که جبهه‌های مقاومت میگفتن و بر علیه اسرائیل داره میجنگه، همه اینا رو ایران فروخت. میگه والا ایران واقعا این کارو کرد. گفتم ما 20 ساله که داریم داد میزنیم، شما باورتون نمیشد. بله والا شماها رو میفروشه. همون عالم سنی که در افغانستان در هر روزی که قدرت به دست اینها برسه، همون کسی که یک کلمه بر علیه اینا صحبت نکرده همون رو میان خونش ترورش میکنن. در یمن همین کارو کردن. ببینید که اینا در پشت صحنه، مثلا در زمان جنگ ایران و عراق به ما جلوه دادن به عالم اسلامی که در عراق به عراق اسرائیل و آمریکا کمک میکنه و جمهوری اسلامی به خاطر اسلام و به خاطر دین و به خاطر اهل بیت و به خاطر الله داره میجنگه. الله اکبر. جمهوری اسلامی است. اما ببینید که در پشت پرده چی اتفاقاتی افتاده. ایشون مشاور بهشتی رئیس جمهور وقت ایران در زمان جنگ با عراق هست که اعتراف میکنه که چه اتفاقاتی افتاده. با هم بشنویم این رو. 24 مهر 1365 آقای رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا تلفنی با شیمون پرس نخست وزیر اسرائیل صحبت میکنه و مراتب تشکر دولت مطبوع خود را جهت هماهنگ سازی اسرائیل در انتقال تسلیحات به ایران اعلام میکنه. 29 فروردین 65 دوستان عزیز این چرا تصویر نشون داده نشد؟ من این رو یک بار دیگه روشن کنم. 24 مهر 1365 آقای رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا تلفنی با آقای شیمون پرس نخست وزیر اسرائیل صحبت میکنه و مراتب تشکر دولت مطبوع خود را جهت هماهنگ سازی اسرائیل در انتقال تسلیحات به ایران اعلام میکنه. 29 فروردین 65 بزرگترین پیروزی ایران در جنگ بعد از فتح خرمشاه اتفاق میفته که عملیات الفجر 8 ایران میره فاو رو میگیره. سوال من اینه که آیا بدون 11,000 قطعه موشک ضد هوایی هاک که از انبارهای اسرائیلی آمریکایی‌ها دادن امکان زدن 70 تا هواپیمای عراقی بود؟ نه اصلا نبود. همه میگن اصلا نبود. این دقیقا همون موقعی نبود که ما داشتیم توی اخبار رسمی میگفتیم که آمریکایی‌ها دارن از عراق حمایت میکنن و بعد ما رفتیم با موشک آمریکایی در واقع این کار انجام دادیم، رفتیم فاو گرفتیم و اینطور نبودش که عراق به تلافی همکاری ایران و آمریکا و حالا به تعبیر خودشون اسرائیل ناو اسپارک آمریکا رو زدن که 27 اردیبهشت 66 میزنن، 37 هم کشته میده. وقتی عراق متوجه این رابطه پنهانی ما با آمریکا میشه این ماجرا اتفاق میفته. امکانش هست. محسن کنگرلو دستیار امنیتی شهید بهشتی، میرحسین موسوی و رفسنجانی. بهشتی رئیس جمهور بود در زمان جنگ، میرحسین موسوی نخست وزیر بود. همین موسوی که مدتی میرحسین موسوی که به اصطلاح در انتخابات پیروز شدن و بعد خانه نشین شد و خلاص از اینا، و رفسنجانی که سرشو کردن زیر آب. 11,000 موشک آمریکا از طریق اسرائیل به ایران کمک میکنه در جنگ بر علیه عراق. و بعد از چند سال، بعد از تقریباً 2 سال این قضیه، بعد از 25 سال این قضیه افشا میشه. واقعیت اینا این است. و متاسفانه مشکل این است که داد زدیم، گفتیم بابا اینها همه دستشون در یک کاسه است. باور نمی کردن خیلی از علما و دعوتگران ما.
بله سلام علیکم آقای مرادی بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد افسار خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشید انشالله که سلامت باشید، موفق باشید. استاد از شما من یک سوال داشتم، برای ما میگفتین چطوری هست؟ بفرمایید انشالله اگر بدونم جواب میدم. استاد از پرسش برای شما که استاد اعظمی این طالبای افغانستان چطوریه؟ من نه چیزی از اینا را اسلامیشان میدانم نه چیزشان، اصلا هیچ چیزشان معلوم نیست. چطوری عاقبت ما چی میشه مثلا؟ عاقبت ما رو الله به خیر بکنه برادر عزیز. اصلا ما مسافر هستیم، الان خودتان میدانین که چطوری است دیگه. هم ایران داره ما رو میکشه، هم مثلا پاکستان میکشه، هر جایی که میریم چیز از افغانستان هم کار و مدار نیست. فقط اونجا میرید مثلا تهدید میکنن، میزنن. کسایی که زور است خوب است، اونایی که مثلا چیز است نی. اصلا نمیدانم دیگه چطوری است. شما باید به این بارو باید حرف بزنین، مثلا این اسلامیش هم درست نیست. بله باشه در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر، دستان درد نکنم. سلامت باشید. ببینید اسلامی و غیر اسلامی من بارها عرض کردم، ما در اسلام چیزی به اسم حکومت جمهوری اسلامی، حکومت امارت اسلامی، حکومت نمیدانم پادشاهی اسلامی، این چیزا نداریم. ما در اسلام آنچه که اهمیت داره ویژگی های یک حکومت است. حالا اسمش هر اسم که میخواد باشه، امارت باشه، جمهوری باشه، پادشاهی باشه، فدرالی باشه، هر چی که باشه. عدالت مهم است، تطبیق شریعت مهم است. تطبیق شریعت هم بر اساس فهم یکی دو نفر نه، بر اساس فهم جمهور علمای اسلام. و رفاه و آسایش، برادری، برابری، مساوات در بین جامعه، اینها مهم است. اگر این ویژگی ها رو در یک جامعه، یک حکومت، حالا به هر اسمی که باشه، ایجاد بکنه، یقینا در این جامعه امنیت، آرامش، آسایش، ترقی، پیشرفت به وجود میاد. و هر چقدر که در جامعه امنیت و ترقی و پیشرفت و علم و دانش باشه، به همان اندازه تعصب، جهل، نادانی، جنگ، مصیبت، اینها از اون جامعه دور میشه. خیلی از مسائلی هست که متاسفانه امروز اتفاق میفته و آدم تعجب میکنه که مثلا امروز مسئولین در امارت اسلامی با وجود این همه مشکلات بزرگی که ملت باهو دست به گریبان هست و مشکلات اقتصادی است، مشکلات سیاسی وجود داره، مشکلات تجارتی وجود داره، بعضا مشکلات امنیتی هم، حالا مسئله امنیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده. در خیلی از زمینا خدمات شایانی انجام دادن امارت اسلامی و قابل قدر است. خوبی ها رو ما همیشه تعریف کردیم، تمجید کردیم. الله سبحانه و تعالی توفیق بیشتر نصیبشون بکنه. اما بعضی مسائلی اتفاق میفته که واقعا انسان تعجب میکنه. یکی از مشکلات بزرگی که امروز جامعه ما با او روبرو هست قضیه تعلیم زنان و دختران است که متاسفانه تبدیل شده به غده سرطانی. هیچ راه حلی برای این تا امروز بعد از گذشت بیش از 4 سال ایجاد نشده و ملت منتظر هستن که یک بابا حرف آخر رو بزنید، باز میشه، باز نمیشه. و بر چه اساسی؟ ما اگر میگیم امارت اسلامی، باید قوانین، نظام، اجراعاتی که صورت میگیره باید بر اساس اسلام باشه و اون اسلام هم بر اساس فهم سلف صالح امت، بر اساس فهم جمهور علمای اسلام، نه بر اساس فهم من، بر اساس فهم تو یا بر اساس فهم 4 نفری که از دین آگاهی کامل ندارن یا که بعضی از افکار قبیلوی، بعضی از افکار منطقوی، بعضی از افکار مدرسه‌ای بر افکار دینی اونها، افکار اسلامی اونها، افکار قرآنی اونها، افکار نبوی اونها غالب شده باشه. یک نمونه رو من خدمت شما عزیزان به مناسبت صحبت این برادرمون
نشون بدم. این موضوعی که واقعا گرچه من نمیخواستم در این مورد صحبت بکنم، این موضوع است. یونیفرم از 1404 که تعلیمی شروع شدن بر ما گفتن که یونیفرم سفید، لباس سفید بپوشیم، رای دستار یا لنگی بپوشین. در اول سال که آمدیم از صنفای از 10 به بالا لنگی سفید که کالای سفید، از صنفای از 10 به پایین کالای آبی که کلا. در ادارات دولتی گفتن که آقا لنگی اجباری است، باید لنگی بپوشید. گفتیم برو یک یونیفرم دولتی است، حالا دولت دست این هاست و قضیه آدم سخت نمی گرفتن. الان جدیداً در مدارس شاگردهای مدارس رو مجبور کردن که باید لنگی بزنن. الان همین قانون کجای این اسلامی است؟ کجای این شرعی است؟ ما دم از شریعت میزنیم، دم از اسلام میزنیم. کجای این شرعی است؟ کجای این اسلامی است؟ چه معنی دارد که ما امروز جوانها رو در مدارس مجبور بکنیم که لنگی بزنن یا عمامه بزنن؟ لنگی همون عمامه بزنن. چرا؟ به خاطر چی؟ میگن سنت پیامبر است. بابا جان، اگر شما فکر میکنید که عمامه سنت پیامبر است، عمامه سنت ابو جهل هم است. عمامه سنت عتبه و ربیعه و شیبه و سران مشرکین هم هست. عمامه سنت ابو لهب هم است. عمامه سنت عبدالله ابن ابی ابن سلول هم هست. چرا؟ چون همه سران کفار و مشرکین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عمامه می پوشیدن. همشون بلا استثناء عمامه می پوشیدن. منافقینی که در مدینه بودن همه عمامه می پوشیدن. عمامه پوشیدن یک عادت است، سنت نیست. من یک سرچ کوتاهی کردم و این عادت و فرهنگی که در یک جامعه باشه، شما این رو نمیتوانید به نام دین به اجبار بالای مردم تحمیل بکنید. این حق رو ندارید. به نام دین تحمیل کردن یک فرهنگی، یک کلتوری، یک عادت، یک قومی بالای مردم، ولو این که عادت قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، اونم به اسم سنت، چون این سنت نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عادات و تقالیدی که در بین مشرکین بود و در مخالف و در تضاد با اسلام نبود، اون رو انجام میدادن، مگر اینکه از اون منع شده باشه. و این یک مسئله اختیاری است. کسی دوست داره بپوشه، کسی دوست داره نپوشه. ما به عنوان مثال نظر بعضی از علمای جهان اسلام رو در مورد این مسئله میاریم. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، یکی از علمای بزرگ احناف، مفتی احناف در شبه قاره هند و پاکستان، در مورد عمامه چی میگه؟ عمامه لباس سنتی عرب بوده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آن استفاده میکردن، اما استفاده از آن به نیت اقتدا مستحب است، ولی ترک آن گناه نیست. منبع اسلام اور جدید دور که سوالات، نام کتاب اسلام اور جدید دور که سوالات از مفتی محمد تقی عثمانی. فعلا یعنی در بین احناف بالاتر از این عالم دینی ما نداریم فعلا در این زمانه. مفتی محمد شفیع عثمانی، پدر امین مفتی تقی عثمانی که مفتی اعظم پاکستان بود، در کتاب معارف السنن و احکام القرآن می‌فرماید که لا یأثم تارکه و ان کان متبعا فیه اجر ولا یجعل شعارا للتمیز بین الناس. کسی که لنگی یا عمامه را ترک بکند گناهکار نمی شود و اگر که به نیت مطابقت از پیامبر بکند اجر خودش را دارد، ولکن این را شعاری برای فخر فروشی به خاطر خودنمایی در بین مردم قرار ندهد یا به عنوان یک نوع برتری در بین مردم یا به عنوان علامت دینداری در بین مردم استفاده نکند. همه این علمایی که ذکر میکنم علمای احناف هستند، بزرگترین علما و فقهای احناف. مولانا حسین احمد مدنی از علمای دیوبند هند در کتاب شرح صحیح مسلم خود میگه که
الاهتمام بالعمامه اکثر مما جاء فی النصوص المعتبره، میگه که اهتمام دادن، توجه کردن به عمامه بیشتر از آن چیزی که در نصوص آمده باشد، مما يدل ان بعض یجعلها شعارا و هذا غیر مشروع. بعد این رو یک علامتی، یک به اصطلاح چیز شرعی برای خودشون قرار دادن، این جایز نیست، غیر مشروع است. مولانا سرفراز خان صفدر، عالم بزرگ دیوبند، چی میگه در کتاب احسن الکلام فی السنن و الاحکام؟ میگه که الامامه سنت عملیه لا قولیه و هی من العادات. عمامه که هست یک سنت عملی است نه قولی، و این از جمله عادات بوده، یعنی عرف و عادات عرب بوده در اون موقع. و الاقتداء فیها جایز لا لازم، و اقتدا کردن یعنی عمامه پوشیدن جایز است اما لازم نیست. شیخ محمد یوسف بنوری، بانی دارالعلوم بنوری تاون کراچی، یکی از مدارس بزرگ اهل سنت احناف در پاکستان، در رسائل فقهی خود میگه که العمامه لباس شریف، عمامه یک لباس شریف است، لکن لا ينبغي ان تتخذ علامت التقوی، یعنی این رو به عنوان یک علامت تقوا و پرهیزگاری گرفتن جایز نیست. ولا شعارا لاحتقار غیر المتعممین، و کسی که لنگی میپوشه، عمامه میپوشه، کسایی که نمیپوشن اونها رو تحقیر بکنه، این جایز نیست. نظر عالم بزرگ اسلام علامه نووی در مورد شارح صحیح مسلم در مورد عمامه میگه العمامه من اللباس العرب، عمامه از جمله لباس عرب است، از جمله فرهنگ عرب است. و قد لبسها النبی صلی الله علیه و سلم اتباعا لعادتهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر پیروی از عادت قومش پوشیده، لا تعبدا بها، نه به خاطر عبادت. بر اساس این قول امام نووی، عمامه پوشیدن حتی مستحبم نیست، عادت است. عادت، مثلا شما کت بپوش، نپوش، فرقی میکنه؟ نه. کت پوشیدی آیا متقی شدی؟ نه. عمامه پوشیدی آیا متقی شدی؟ نه. هیچ، اصلا ربطی به دین نداره عمامه. در کتاب شرح صحیح مسلم میگه. در مذهب شافعی میگه العمامه لیست من السنن المقصوده، عمامه که هست از جمله سنت های عرفی و عبادی نیست، بل من عادات العرب، بلکه از جمله عادات های عرب بوده. فإن بها لتأسي بالنبي صلی الله علیه و سلم اثیب علی نیته، اگر کسی به نیت پیروی از پیامبر این کار رو بکنه، چون پیامبر عمامه میپوشه من میپوشم، اجر میبره به خاطر پیروی از پیامبر، اما اجباری نیست، از جمله سنت ها نیست، از جمله عبادت ها نیست، بلکه این از جمله عادات. به خاطر همون خدمتتون عرض کردم که ابو جهل هم عمامه میپوشید، ابو لهب هم عمامه میپوشید، ابو سفیان هم در قبل از اسلام عمامه میپوشید. منبع اینم هست در شرح المهذب جلد 1 صفحه 493. در مذهب مالکی العمامه لباس العرب و کان النبی صلی الله علیه و سلم یلبسه عادة لا عبادة. امام قرطبی در تفسیر خودش در تفسیر سوره اعراف میگه عمامه که از جمله لباس عرب است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر عادت عرب میپوشیدن، نه به خاطر عبادت. این در مورد علمای مالکی. در فقه مالکی میگه که لبس العمامه مستحب عرفا ان کان یلیق بحال الرجل و مجتمعی، پوشیدن عمامه مستحب است، جز عادات و تقالید است، اگر که در جامعه‌ای که انسان زندگی میکند در اون جامعه پوشیدن عمامه بزیبد برای انسان، یعنی خوب معلوم بشه برای انسان. شما تصور کنید امسال مثلا یک شخصی از عربستان سعودی با اون چلتارش، با اون به اصطلاح قطره و عقال که بهش میگن، بره در افغانستان، مردم بهش میخندن. و از افغانستان یک مردی با عمامه و با اون چپن افغانی بیاد در وسط ریاض بگرده، مردم بهش میخندن. پس هر جامعه‌ای از خود عرف و عاداتی داره. در اون زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیدن عمامه یکی از عادات و تقالید عرب ها بوده. در اینم در المواهب الجلیل شرح المختصر خلیل در فقه مالکی. در مذهب حنبلی لبس العمامه مستحب اذا کان من لباس اهل البلد. در مذهب حنبلی میگه که لباس عمامه که است مستحب است اگر که از لباس مردم اون کشور باشه، ولیس من السنن المقصوده، و این از جمله سنت هایی که به هدف عبادت انجام بگیره نیست. المغنی جلد 1 صفحه 607.
7. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که النبی صلی الله علیه و سلم کان یلبس العمامه لانها من لباس قومه. ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمامه میپوشیدن به خاطر اینکه از لباس قومش بود. ولم یأمر بها ولم یجعلها من شعائر الدین، و پیامبر به این نه امر کرده و نه این رو از جمله علامات دین دانسته. مجموعه فتاوی ابن تیمیه جلد 22 صفحه 145. علامه بن باز چی میگه؟ کانت من سنت العرب، عمامه پوشیدن از جمله سنت های عرب بوده. قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده. کثیر من اهل العلم یقولون اللباس لا يدخل في السنه والبدعه. بسیاری از اهل علم میگن که لباس هایی که در عرف عادت یک جامعه باشد در سنت و بدعت داخل نمی شود. لانه من العوائد فلا بأس، به خاطر اینکه هر جامعه لباس های مخصوص خودش رو داره. پس اشکالی نداره که هر کس هر جوری که در یک جامعه لباس معروف باشه، مادامی که عورت رو بپوشانه، مخالفت شرعی نداشته باشه، اشکالی نداره. و من ترکها فلا بأس، کسی که ترک بکنه پوشیدن عمامه رو هیچ اشکالی نداره. من عوائد العرب قبل الشرع، قبل از شریعت، قبل از دین، این از جمله عادات عرب بوده. کمیته مرکزی فتوا در مورد میگه که در مورد بعضی از سنت های ظاهری که بعضی مردم به اون چیز دارن توجه میکنن. در مورد تراشیدن ریش میگن که این تشبه به کفار است. کوتاه بودن پاچه های انسان این از جمله سنت ها هست، واجب است. و همچنین ذکر میکنه که لبس العمامه فهو من المباحث وليس بسنه كما توهمت، من المباحات وليس بسنه كما توهمت، که عمامه پوشیدن از جمله مباحات است، یک چیز مباح است. وليس بسنه كما توهمت، سنت نیست مانند که بعضی از مردم این توهم رو دارن که فکر میکنن سنت است. علامه ابن عثیمین رحمت الله علیه میگه که لبس العمامه لا بأس، لباس العمامه لیس بسنه، لباس پوشیدن عمامه اشکالی نداره، اما این از سنت نیست. لکنه عاده، بلکه این از عادات عرب بوده. و سنه لکل انسان ان یلبس ما یلبس الناس، سنت این است که انسان لباسی رو پوشه که عموم مردم در جامعه او میپوشن. ما لم یکن محرما بذاتی، به شرط اینکه این لباس حرامی نباشد. و انما قلنا هذا لانه لو لبس خلاف ما یعتاده الناس لکان ذلك شهره. و کسی که لباسی رو میپوشه که خلاف لباس عموم مردم باشه، این لباس شهرت است و این ممنوع است و حرام است پوشیدنش. از برای خدا، یعنی آدم تعجب میکنه امروز کل مشکلات اقتصادی یک جامعه حل شد که الان دیگه طلاب شاگردان مدارس برن یک 7-8 متر دیگه پارچه بخرن، خرج و مصرف، برو عمامه درست بکن به سرت بزن که این سنت است. کی گفته سنت است؟ در کجای قرآن و سنت یک دلیل بیارید از سنت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشن که عمامه پوشیدن سنت است. این یک نوع مسخره کردن دین است و این اشتباهی است که متاسفانه طالبان در امارت اول انجام دادن. ریش ماندن اجباری، لنگی پوشیدن اجباری. عزیزان من، در یک جامعه باید انسان دیندار از شکل و شمایلش با یک انسان بیدین آشکار باشه، معلوم باشه. شما به جبر همه مردم رو ظاهرش رو دیندار میکنید. در جامعه قمارباز، دزد، آدمکش، به اصطلاح زنباز، بچه باز، 4 عیب شرعی با امام مسجد هیچ فرقی نداره. هر دو تا ریش دارن، هر دو تا عمامه دارن. این یک از اشتباهاتی بود که در امارت اول انجام دادید و سبب خیلی از بدبختی ها شد. من خاطره رو به یاد دارم که یک انسان فاسق، فاجر، دزد، 4 عیب شرعی در یک کشور خارجی زندگی میکرد، رفت افغانستان، از اونجا برگشت، بعد در یک مجلسی بود، اومد این گواهینامه رانندگی یا لیسانس موتروانی به اصطلاح گرفته بود از کابل در زمان امارت اول. عکسش رو دیدیم، ریش، عمامه زده، در کنار اسمش نوشته مولوی فلان خان. تو خانه خراب، یعنی تو که نماز نمیخوانی، مسجد نمیری، تو مولوی از کجا شدی؟ گفت بالا زن فلانا رو اینطوری کنم. گفت رفتم اونجا، گفت
مولوی صاحب ما رو بردن بالا، مولوی صاحب لیسانس هم نوشتن مولوی فلان خان. الان انسان فاسق و فاجر دزدی بکنه به نام عالم دین تمام میشه، آدم بکشه به نام عالم دین تمام میشه، زنا بکنه به اسم عالم دین تمام. زناکار دیدید؟ زناکارا را آوردن فیلماشو پخش کردن، گفتن یکی از مسئولین طالبان در حالت زنا کردن. شما که 100 انکار بکنید فایده ای نداشت. چرا؟ چون شکل و شمایل اون کسی که داشت زنا میکرد با شکل و شمایل یکی از مسئولین امارت اسلامی هیچ فرقی نداشت. همان ریش، همان عمامه، همان کلاه. در دیگه کشورهایی که برید، در کشورهای خلیج مثلا، در مصر، در اروپا، در آمریکا، دیندار از قیافش معلوم است، بیدین هم از قیافش معلوم است. در یک جامعه باید مردم بتونن تمیز بکنن بین انسان دیندار و انسان بیدین. شما همه مردم رو ظاهرش رو دیندار کردید، یعنی نصف جامعه منافق شدن، نصف جامعه تظاهر به دینداری میکنن اما دیندار نیستن. ریش دارن اما سنت نیست، ریش اجباری است. عمامه دارن اما عمامه‌ای که شما اون سنت میدانید نیست، عمامه اجباری است. از نصف جامعه رو شما منافق کردید. امین مسئله چند روز پیش یکی آمده بود در پنجشیر سخنان زشت قومگرایی و فلان چیز بر علیه فارس ها و تاجیک ها و اینا صحبت که الحمدلله خداوند خیرشان بده، مسئولین امارت اسلامی دستگیرش کردن و توبه نامه‌اش هم پخش کردن. همین شخص رو ببینید شما، الان یک نفر زیر این بنویسه که یکی از فرماندهان طالبان در پنجشیر به تاجیکا توهین کرد. تا شما بیاید اینو انکار بکنید بزرگترین فتنه در منطقه ایجاد میشه، چون امین انسان فاسق فاجر در پلیس ملی در حکومت سابق کار میکرده، هیچ وظیفه هم در امارت اسلامی نداره، اما شکل و شمایلش مانند یکی از مسئولین امارت اسلامی. چون مردم همینطوری کردید، یعنی مجبور. الان قمارباز هم ریش مانده و عمامه پوشیده، دزدم ریش مانده و عمامه پوشیده. همین اشتباه رو در امارت اول کردید. طرف باریش و عمامه می‌دارمد خانه مردم، به زنش تجاوز میکرد، مالشو میبرد. کی بدنام میشد؟ طالب. کی بدنام میشد؟ امارت اسلامی. امروز 100 که بگی که بابا طلبای کرام امارت اسلامی این کارا رو نکردم، طرف میگه والله بالله من با چشم سر خودم دیدم که اینقدر ریش داشت، عمامم سرش داشت. حالا تو بیا بگو که این طالب نیست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد انصاری عزیز، درباره اینکه فرمودید در زمان جنگ ایران و عراق حالا ایران از اسرائیل اسلحه خرید، این یه قبل و بعدی هم داره، وگرنه این شبهه به وجود میاد که همونجور که فرمودید ایران با اسرائیل مثلا پشت بسته بوده، اما این قبل و بعدش هم اگه بگین مشخص میشه که اینجوری نبوده. استاد انصاری خب بفرمایید شما قبل و بعدش رو بگید. ببینید اون زمانی که شما میفهمین آمریکا اینجور تبلیغ میکردن که فقط داره از عراق حمایت میکنه و اینا، ببینید آمریکا اولا اینجوری که به نظر میرسه و اسنادی که آمده بیرون دوست داشته این دوتا کشور با هم بجنگن و هر دو ضعیف بشن و برنده مطلقی هم جنگ نداشته باشه و این رو به سود اسرائیل میدیده که دو تا کشور قدرتمند مسلمون ضعیف بشن به نفع امنیت اسرائیل. حالا این که این جنگ را میفته، اینی که تمام اروپایی‌ها روسا داشتن به عراق اسلحه میدادن که شکی نیست. تمام هواپیماهای سخو، میراژ فرانسوی، سخوی روسی، تمام تانک‌های روسی، تمام شیفلن‌های انگلیسی، موشک‌های فرانسوی، یعنی تماما عراق تجهیز می‌شده. توی اون زمانی که شما می‌فرمایید ایران از اسرائیل سلاح خرید، کار به جایی رسیده بوده که دیگه ایران هیچی برای دفاع نداشته، ولی صدام با موشک میتونسته شهرهای ایران رو بزنه. ایرانی‌ها در به در این ور اون ور از طریق واسطه که یکی به ایران موشک میفروشه، اصلا موشک به ایران نمیفروختن، برخلاف اینکه از همه طرف به عراق موشک میدادن. در نهایت واسطه‌ای که پیدا میشه یک شرکت اسرائیلی بوده و به خمینی هم که میگن، من خمینی رو جنایتکار میدونم، خمینی و من به خاطر اون کشتاره اصلا جنایتکار میدونم، ولی در هر صورت حق باید گفت.
خمینی میگه وقتی ما تو این شرایطیم و اگه لازم داریم بخریم، فرقی نمیکنه. اسرائیل هم استاد انصاری عزیز 2 تا منظور مشخص از این کار داشته. یکی اینکه سلاح‌های خریده شده از اسرائیل یه چیزی حدود 5 برابر قیمت به قول معروف بازار آزاد خریده شده. خب یه انگیزه مالی بوده و یک انگیزه دیگه ای هم که حالا سازمان‌های اطلاعاتی میگن اسرائیل تو اون زمان در دراز مدت ایران رو دوست استراتژیک خودش میدونسته و صدام رو دشمن استراتژیک خودش میدونسته. حالا به این علت که اسرائیلی‌ها با ایرانی‌ها مشکلات ارضی و مرزی ندارن به قول معروف که مثلا قصبی چیزی شده باشه. همین خواستم این نکته رو بگم خدمتتون که اینجور خب همین دلیل که مثلا اسرائیل تصور بکنه که ایران دشمن استراتژیک نیست، عراق دشمن استراتژیک است، همین برای ما کافی است. اولا. ثانیاً یعنی شما امروز بگید که به خاطر پول بوده، به خاطر منافع مالی بوده، به خاطر هر چیز بوده، اما مثلا شما یک کشوری که ادعای جمهوری اسلامی بودن میکنه، حکومت اهل بیت و عدالت علوی و فلان اینها، مثلا از اسرائیل سلاح بگیر در مقابل یک کشور اسلامی، حالا صدام هر چی که بگید اوکی، در مقابل ملت مسلمان عراق که اکثریتشون هم شیعه بودن، نصف بیشتر سربازای عراقی که در جنگ کشته شدن شیعیان بودن که کشته شدن، همین شیعیان اثناعشری هم دین شیعیان ایران بودن. استفاده کردن، همکاری کردن با کفار، از اونها سراغ گرفتن بر علیه یک مسلمان، یعنی در دین و شریعت شیعه جایز است. وانگهی تنها این واقعه که نیست، قضیه واترگیت رو شاید درباره‌اش اطلاع داشته باشید، قضیه ایرانگیت که به اصطلاح مشهور است در رسانه، شما یک سرچی بکنید در گوگل براتون تفاسیرش میاد. در سال 1364 قراردادهای فروش اسلحه آمریکایی برای ایران، اینا همه نشون میده که یعنی و با این حوادثی که اخیراً رخ داد، یعنی نشون میده که این حکومت و این دولت از زمان تأسیسش تا به امروز همیشه دستش در یک کاسه با دشمنان اسلام بوده. حالا اسلام شیعی، اسلام سنی فرق نمیکنه، چون ما دیدیم که در آذربایجان با ارمنیا کمک کردن که شیعیان اثناعشری آذری رو بکشن. یعنی برای اینها دین و مذهب حتی شیعه هم براشون مهم نیست در جایی که منافعشون مطرح باشه. ببینید استاد انصاری عزیز، اینی که شما میفرمایید جایز نیست سلاح گرفتن، ببینید پس اونورم ببینید دیگه، عراق داره از انگلیس، از روسیه، از فرانسه، عراق ما بارها گفتیم صدام یک جنایتکار بود، صدام یک جنایتکار بود، صدام یک دیکتاتور بود، صدام یک طاغوت بود. صدام نگفته تو جمهوری اسلامی عراق، نگفته بود حکومت امام زمان، نگفت عدالت عمری. گاهی شنیده بودید از صدام اینا رو؟ اما این طرف که ادعای مهدویت میکردن اینا. استاد انصاری عزیز، صدام حسین اومد رو تلویزیون عراق، همین الان یوتیوب هست، گفتش من سردار قادسیه ثانی ام. خودشو هم عمر ثانی خطاب کرد، هم سردار، البته که به دلش موند خدا رو شکر آتیش. خب نه ببینید، اینایی که ادعا کردن هر کس ادعا میکنه، این که ادعا کردن، اما اینکه صدام یک بعثی بود و حزب بعث مؤسسینش یهودیا بودن، قومگراهایی بودن که به خاطر اسقاط خلافت اسلامی قیام کردن. در سوریه شکل شیعیش بود، نصیریش بود، در عراق شکل سنیش بود. در این عقیده اهل سنت عموما علمای ما، دعوتگران ما این رو بارها گفتن و این چیزی پنهان نداریم. صدام هیچ وقت ادعای حکومت اسلامی نکرده بود، اما این طرف که ادعای جمهوری اسلامی میکرد. استاد انصاری عزیز، شما اینو در نظر بگیر، وقتی خاک کشور گرفته شده دیگه راهی نیست که بعد بجنگن. خرمشهر رو گرفته بود، این موشکایی هم که از اسرائیل تحویل گرفتن در آزادی خرمشهر استفاده شد، یعنی به شهر عراق. بعد از آزادی خرمشهر در عملیات والفجر گرفتن فاو، خودتون میدونید که منطقه فاو یک منطقه متنازع علیهی است بین ایران و بین عراق. بله. قضیه موشک‌ها در جنگ فاو است، نه در جنگ خرمشهر. ببینید شما صدام و حالا هرچی بدونید دیگه حمله کرده داره میگیره. وقتی در و سبب حمله صدام هم همین خمینی بود، یعنی سبب حمله صدام هم خمینی بود. این دیگه یک واقعیت است که همه مردم این رو میدونن. استاد انصاری عزیز، دو لبه داشت. یکی خمینی بود که وقتی که اومد ایران سر کار شروع کرد به تحریک مردم و ارتش عراق.
برخلاف اینکه صدام گویا یه نامه به قول معروف دوستانه هم بهش نوشته بود. یکی این بود. دومی بازم خمینی بود که شروع کرد سران ارتش این مملکت رو از بالا به پایین بیگناه وطن پرست جنایتکارانه تیربارون کرد. از دو کار موازی انجام داد. یک، شروع کرد به تحریک صدام. دو، شروع کرد به نابود کردن ارتش ایران. یعنی یک خیانت کامل به ملت ایران کرد. اما یادمون نره صدام حسین از زمان شاهنشاه طمع به خاک ایران داشت و 2 بار 3 بار ایران تا دم جنگ با صدام هم تو اروندرود هم در ایران طمع نداره. ایران طمع نداره. ایران هم طمع داره در عراق، ایران هم طمع داره در افغانستان، ایران هم طمع داره در پاکستان. کدوم کشوری است که امروز طمع نداره در خاک کشور همسایش؟ چون این مرزها رو که بین این کشورها کشیدن بر اساس همون قرارداد ساین-بیسکو که کشیدن، به خاطر چی کشیدن؟ به خاطر اینکه هر موقع خواستن این کشورها رو به جان هم بندازن. گاهی اوقات می‌بینید در این مرزکشی ها یک روستایی که پسرعمو این ور مرز مونده، پسرعموی دیگر این ور مرز مونده. چرا؟ چون هر موقعی خواستن از این ور مرزی برای این ور مرزی استفاده بکنن. استادم سید عزیز، ایران یک کشور کهنه. ببینید عراق، همه کشورها تاریخ کهن دارن برادر عزیز. شما در دوست عزیز یک لحظه شما در تماس قبلیتونم همین مسائل قومی و نمیدونم تعصبات اینا رو مطرح کردید. همه کشورها تاریخ کهن دارن. امروز اگر ترکا بگن که ما صدها سال بر ایران حکومت کردیم، ایران جزئی از خاک ماست، میتونید این کار بکنید؟ ببینید پادشاهان ترک سالها بر پادشاهی پارس حکومت کردن، کما اینکه تو نامه‌های شاه اسماعیل صفوی یا قاجاریه که همه ترک بودن نوشته ناصرالدین شاه پادشاهی ولاد فارس، نوشته شاه اسماعیل پادشاهی ولاد فارس. اینا بله ترکان به مدت چند صد پس مسئله رو قومی نکنید که حالا مثلا ایران بزرگ، چون برای من مهم نیست. میدونم برای من مهم نیست، چون اصلا این مسائل برای من هیچ اهمیتی نداره. منتها این حساسیت ها تعصبات رو بین مردم دامن نزنیم. چون دفعه قبلم شما اومدید یک سری مسائل رو به این شکلی که خودتون حالا اعتقاد دارید که اعتقاد شما برای ما محترم هست بیان کردید. دیدید که بعضی کامنت هایی که دادن، بعضی حرفای یعنی تندی که زدن. ما نباید به این مسائل دامن بزنیم. استاد انصاری به خدا من فقط ببین خوزستان دیگه خرمشهر خاک ایران بود، گرفته بود صدام. همین عربا میگن که همین منطقه اهواز تاریخیاً منطقه عرب هاست. من خودم در اهواز زندگی کردم. تاریخی بیان بشینن صحبت کنیم، من بهشون ثابت کنم 500 سال پیش اعراب به خوزستان اعراب ایرانی نور چشم ما هن، برادر ما هن، برابرن با ما، اما اعراب 500 سال پیش به خوزستان ایران مهاجرت کردن. خب همین شوشتر دوست عزیز، همین شوشتر یا توستوری که در زبان عربی بهش میگن، ساکنان اصلیش عرب هستن قبل از اسلام و بعد از اسلام. ببینید استاد انصاری، عربی که تو ایران بوده که ایرانی سرور ما هم هست، مشکلی نداریم. اما خوزستان یک جایی بوده که از اول پارس نشین بوده. بختیاری همین الان خوزستان 70% بختیاری هن. بختیاری ها نسبشون به هخامنشی میرسه، پارسن، لورن، ایرانی هن. عربای خوزستان هم ایرانی هن. ببخشید شما نمیتونید تو کشوری که 3000 سال تاریخ مکتوب داره 500 سال مهاجرت کنی. ادعای شما هم جزوش هستی، بله سرزمین شما هم هست، بله. اینی که خوزستان اصلا یه جا جلو این دیگه ببخشید. نه دوست عزیز، ببینید من چرا نمیخوام به این مسائل دامن بزنیم. شما الان میدونید ادعی اومدن قضیه اهواز باید جدا بشه، اینجا عربستان بوده، اینجا یک مملکت جدا بوده، فلان بده. ببینید الان یه چیزی به شما بگم. اونا چی میگن؟ اونا میگن که هر ملتی، الان شما به عنوان یک ایرانی به خودتون این حق رو میدید که سرزمینی داشته باشید اسمش ایران باشه، زبان رسمیش فارسی باشه. یک لحظه، یه زبان رسمیش فارسی باشه. منی که عرب هستم، اهوازی هستم، مجبورم در کلاس اول یک کلمه فارسی بلد نیستم، برم سر کلاس اول بگم بابا آب داد، بابا نان داد. چرا من نباید به زبان مادریم تحصیل علم بکنم به عنوان یک عرب؟
حالا من چه گناهی داشتم که من در شوشتر به دنیا آمدم، در اهواز به دنیا آمدم، در یک منطقه‌ای که جز جغرافیای ایران هست به دنیا آمدم؟ یا یک کردی که یک کلمه فارسی بلد نیست چرا باید بره سر کلاس درسی بشینه بگه بابا آب داد بابا نان داد؟ چرا به زبان کردی باید تعلیم نکنه؟ مگه ما نمیگیم هممون ایرانی هستیم، هممون برادریم، همه برابریم، عدالت هست، مساوات هست، ایران بزرگ است، فلان است، کردم ایرانی است، عربم ایرانی است، نمیدونم ترکمنم ایرانی است، آذری هم ایرانی است. اما تو میای زبانت رو، زبان مادریت رو به زور، به جبر به من میگی که باید این زبان رو بخونی، به این زبان نامه بنویسی، به این زبان به اصطلاح تکلم بکنی. اگر به زبان مادری من بیام تو تهران صحبت بکنم به من بخندی، تمسخر بکنی، توهین بکنی، این که دیگه نشد دیگه. الان شما دارید از یک طرف یک نظام دیکتاتوری قومی مذهبی رو دارید ازش دفاع میکنید، از یک طرف میگید نه عربم ایرانیه، ترکم ایرانیه، فارسم ایرانیه، آذری هم ایرانیه، ترکمن هم ایرانیه، بلوچ هم ایرانیه. استاد انصاری عزیز من، ببینید حرفی که میزنید نمونه‌ای نداره تو جهان. الان تو امریکا چینی زندگی میکنه، کره‌ای زندگی میکنه، مکزیکی زندگی میکنه، اوج دموکراسی جهانه. سیستم آموزشی به چه زبانیه؟ من یک چیزی، یک ظلم طبقاتی، دوست عزیز، یک ظلم طبقاتی اگر در دنیا باشه، یک ظلم طبقاتی اگر که در دنیا وجود داشته باشه دلالت بر حقانیتش نمیکنه. من یک نمونه دیگه به شما میدم. در افغانستان، در همین افغانستانی که شما اصلا هیچ حسابش میکنید، در همین افغانستان فارسی زبان کتاب فارسی داره، پشتو کتاب پشتو داره. در مناطق پشتو نشین برید، مثلا قندهار برید، هلمند برید، ارزگان برید، در جلال آباد برید، در این مناطق ولایت هایی که پشتو زبان هستن، در اینجا در مدارس کتاب فیزیک و بیولوژی و کیمیا و نمیدونم همه جغرافی، همه کتبشون به زبان پشتو است. در شمال افغانستان که اکثرا فارسی زبان هستن، همه کتاب هاشون به زبان فارسی است. اصلا وزارت آموزش پرورش افغانستان به 2 زبان کتاب چاپ میکنه. مثلا فیزیک، شما میگه زبان چیه؟ میگه زبانم فارسیه، بهت فیزیک فارسی میده. میگه زبانم پشتو، بهت فیزیک پشتو میده. ما در این مسائل از افغانستان هم عقب مانده تریم. در ایران ما عرب رو مجبور میکنیم که بیاد فارسی فیزیک بخونه، فارسی جغرافی بخونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من فارسم، حکومت دست منه، زور دست منه. استاد انصاری عزیز اصلا اینجوری نیست. اصلا خیلی هم اینجوریه. ببینید من زندگی کردم، من بزرگ شدم در اون جامعه. دوست عزیز اجازه بفرمایید. ببینید استاد انصاری عزیز، ما که نمیتونیم جلوتر بزنیم از غربی‌ها تو دموکراسی. ما یه فدرالیسم داریم و یک دموکراسی. فدرالیسم اون چیزیه که کردای عزیز، بلوچای عزیز حقشون هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. حالا فدرالیسم رو کی اختراع کرده تو دنیا؟ غربی‌ها. خود دموکراسی هم غربی‌ها اختراع کردن، اونم که برای ما خاص نیومده. 30 ثانیه فرصت میخوام از شما. 30 ثانیه. بفرمایید. بزرگترین فدرالیسم جهان 2 تا کشورن، آلمان و آمریکا. اوج دموکراسی. استاد انصاری تو آلمان نظام آموزش پرورش باید آلمانی بخونی، تو آمریکا انگلیسی. این زور و جبر نیست. اینه که یک جامعه از هم نپاشه. عرب تو خوزستان عربی بخونه، کرد کردی بخونه. اینا تو تهران به هم میرسن که مثلا به چه زبانی میخوان با هم صحبت کنن؟ کسی که دکتر شده تو بلوچستان، کردستان چجوری میخواد بره خدمت کنه؟ عزیز دلم آفرین. همین اتفاقا همینم یک نمونه من برای شما از همین کشور فقیر و عقب مانده‌ای که به نظر ما هیچ حساب نمیشه، افغانستان به شما بدم. در مناطق پشتونشین یک لحظه، چرا الگو نه چرا الگو قرار ندیم؟ کار خوب هر کس انجام بده، کار خوب هر کی انجام بده الگو قرار میدیم. برادر عزیز الان یک برادر پشتو زبان قندهاری من در قندهار یک کتابی داره به نام دری، به نام ادبیات دری. بله یک لحظه، نه چی میگه اشتباه؟ خیلی هم عالیه. و برادر تاجیک من در شمال افغانستان کتابی داره به نام کتاب پشتو. اون تاجیک در شمال پشتو یاد میگیره و اون پشتون در جنوب فارسی یاد میگیره. چه اشکالی داره؟ این علتش این است که افغانستان متاسفانه هنوز به یک توافق جمعی نرسیده. نه اتفاقا خیلی هم یک نمونه خیلی عالی است که باید ازش استفاده کرد. خیلی یک نمونه عالی است. نه خیلی کی گفته؟
کدوم دموکراسی اروپا و آمریکا؟ همین دموکراسی که امروز میلیون ها نفر مسلمان، ده ها هزار نفر در غزه به خاک و خون کشیده شده، دموکراسی و حقوق بشر آمریکا خفه خون گرفته، من اون رو معیار قرار بدم، زیر پام لهش میکنم. لعنت خدا و ملائکه و جن و انس به این دموکراسیشون. ببینید استاد انصاری، دو مورد تشکر میکنم از شما برادر عزیز. در 30 ثانیه خلاصه بکنید صحبتاتونو، چون که وقت برنامه به پایان رسیده. بفرمایید. ببینید در 30 ثانیه من خدمتتون میگم. یک، فدرالیسم در جهان نمونه بارزش آمریکا و اروپا، همشون یک زبان مشترک در نظام آموزشی دارن. دومین موردی هم هست که میخوام خدمتتون بگم اینه که این قضیه زبان فارسی زور نبوده، اتفاقا این به صورت طبیعی و ارگانیک طی 1000 سال جا افتاده. افغانستان هم آقای انصاری گروگان پشتوناست عزیزم، اسم قومشون رو گذاشتن رو کشورشون. ما حداقل فارس رو کردیم ایران که همه رو در بر بگیره، اینا هنوز افغان یعنی پشتون. تمام خراسان و ایرانی‌ها و فارس‌ها رو گروگان گرفتن. مخلص شما هستیم، ممنونم وقتی که به ما دادید. تشکر از شما. اولا این که افغانستان اسم پشتونها رو گذاشتن برای افغانستان، این چیز دروغی است. ده مردم میان اینو میخوان دامن بزنن. حالا مثلا اسم ترکیه رو گذاشتن بر بالای ترکیه چون یک قوم اکثریت بودن در اونجا، به این معنی نیست که در اینجا هیچ قوم دیگری براش ارزش قائل نیستن. امروز مثلا از بین کردها وزارتخانه های مهم دولتی، وزیر خارجه، رئیس استخبارات، وزیر بهداری، نمیدونم، خیلی از مناصب بزرگ دولتی دست کرد هاست. خیلی از مناصب بزرگ دولتی دست کرد هاست. بزرگترین میلیاردرها و تاجرای ترکیه کردها هستند. اما شما بیارید در کل ایران یک وزیر بلوچ نشون بدید، یک وزیر بلوچ نشون بدید، یک وزیر اهل سنت نشون بدید. چرا؟ این حرف با عرض معذرت اطلاعاتتون رو کمی آپدیت بکنید. این که بگید نظام فدرالی آمریکا فلان، اینا اصلا برای ما الگو نیستن. نظام فدرالی آمریکا که بره در اونجا سفید پوست ها، انگلیسی زبان ها، یک نژاد که اکثریت بودن در اونجا، سرخ پوست ها رو قتل عام بکنه در طی 100 سال، نسلشون رو منقرض بکنه، بعدا اونجا یک دولتی برای خود به اسم آمریکا بسازه، اونا برای ما الگو میشن. والا برای شما اگر الگو هستن نوش جانتان، برای ما الگو نیستن و خداوند هرگز اینها رو برای ما الگو قرار نده. من تعجب میکنم واقعا از عقل و منطق شما. آقای اسکندر بفرمایید. دوست عزیز آقای اسکندر بفرمایید. تماس ایشون برقرار نشد. یک کلیپ دیگری هم هست من خدمت شما عزیزان در اینجا میخوام نشون بدم، این رو با هم ببینیم. این کلیپ روی که دوستان فرستاده که در مدارس افغانستان موهای شاگردا رو به این شکل قیچی میکنن. اولا هر کلیپی که از کانال افغان اینترنشنال پخش شده باید با شک و شبه به اون نگاه کرد، چرا که اسم دقیق برای این کانال شیطان اینترنشنال است، نه افغانستان اینترنشنال، چون اینها با یک سیاست خاصی برای بدنام کردن، برای شایعه پراکنی، برای دروغگویی در افغانستان آمدن. چون در این صحنه می‌بینیم که خیلی شاگردای دیگری هم هستن که اونا موهای بلند دارن اما از کنار این شاگرد رد میشن، اما این شاید به خاطر یک اشتباهی که انجام داده یا دلیل خاصی یا موش بی اندازه بلند بوده این قیچی گرفته میخواد کوتاه بکنه. جدای از این گونه برخورد با شاگردان مدارس به هیچ عنوان، نه از نظر شرع، نه از نظر دین، نه از نظر اخلاق، نه از نظر اجتماع، نه از نظر تعلیم و تربیت جایز نیست. توهین کردن و تحقیر کردن به یک شاگرد در مقابل همکلاسانش، همسنفانش، در مقابل ویدیو، در مقابل
کلیپی که حالا در وسایل سوشال میدیا اینها پخش بشه به هیچ عنوان جایز نیست. از نگاه تربیتی این واقعا یک فاجعه است که یک استادی در کلاس بلند بشه و موی یک شاگرد رو در جلوی شاگردای دیگر به این شکل قیچی بزنه. این عمل یک عمل اشتباه است و این یک تصرف شخصی این فرد است که باید برخورد جدی دولت افغانستان با این شخص و با امثال این شخص بکنن. این از بیخردی یک معلم است که بیاد در جلوی شاگردها موی سر یک شاگردی رو به این شکل قیچی بکنه و او رو تحقیر بکنه و تمسخر بکنه. و این هم کلیپ بود که یک دوستان فرستاده بودن که پخشش بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. بیننده عزیز، آقای اسکندر شما برای بار دوم تماس گرفتید. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز. استاد ما از تاجیکستان یک سوال داشتم. بفرمایید. استاد همین حکومت طاغوتی تاجیکستان برای شما معلوم البته اگر ما بر ضد همین حکومت طاغوتی ظالم تاجیکستان با جنگ برخیزیم یا که کشته شویم یا که کسی را از حکومت تاجیکستان بکشیم، استاد حکم همین چی باشه؟ برادر عزیز، من قبلا در این مورد صحبت کرده بودم که این که انسان در مقابل یک حکومتی که حالا با او مخالفت داره، با او مشکل داره، بعضی از قوانینش، بعضی از اعمالی که انجام میده مخالف با قرآن و سنت و با احکام دین است، به این شکل بلند شدن، قیام کردن، جنگ کردن، این جایز نیست. این سبب ایجاد هرج و مرج میشه. ببینید مثلا الان شما برید در شهر خودتون مثلا بلند بشید 4 تا پلیس رو مثلا بکشید. خب همین پلیس ها کیا هستن؟ پسر عمه شما هستن، پسر دایی شما هستن، پسر خاله شما هستن، قوم خویش شما هستن، دور و نزدیک، به خاطر یک لقمه نانی رفتن در پلیس کار کردن. درست است یا نه؟ بله استاد. بله. الان شما بیاید اینا رو بکشید، چی میشه؟ دولت میاد شما رو میگیره میبره میندازه زندان. دولت میاد میبره شما رو میندازه زندان، براتون مثلا 20 سال 30 سال زندانی میکشه. بعدش یک هرج و مرج و یک به اصطلاح گدودی در اون منطقه به وجود میاد. یعنی نتیجه این کار چی است؟ خیلی از جوانهای ما اعمالی انجام میدن بدون بررسی، بدون تفکر، بدون تعقل که نتیجه عکس داره. متوجه هستید؟ جنگ کردن، قیام کردن، جهاد کردن بر اساس فتوای علما، بر اساس یک نظم، بر اساس یک امیر، بر اساس یک اعمال سنجیده صورت میگیره. نه اینکه هر کس در هر گوشه بلند شه، هر کسی که پیش آمد بکشه بگه الله اکبر من جهاد میکنم. این سبب میشه که در یک جامعه ناامنی، هرج و مرج ایجاد بشه و وقتی که هرج و مرج ایجاد شد همه از این هرج و مرج سوء استفاده میکنن و بزرگترین ضرر به کی میرسه؟ به عموم مردم میرسه. مثلا در زمان جنگ‌های داخلی در تاجیکستان، درست است؟ در اون زمان به چقدر زنها تجاوز شد، چقدر خانه‌ها آتش کشیده شد. اکثر این اعمال رو کیا انجام میدادن؟ کسانی بودن که از این وضعیت سوء استفاده میکردن، از وضعیت جنگ سوء استفاده میکردن. خاصا در سالهای اول بعضی از این کمونیست‌ها، بعضی از اقوامی که مثلا با تاجیک‌ها دشمن بودن، میومدن خانه‌هاشون آتش می‌زدن، تجاوز می‌کردن، مالشون رو غارت می‌کردن. چون در یک جامعه وقتی که شیرازه حکومت از هم پاشید، امنیت از هم پاشید، بعد هر کسی از هر فرصت استفاده میکنه به نفع خودش. به خاطر همین در این گونه مسائل نباید که با احساسات و با عواطف برخورد کرد. که مثلا امروز شما تصور بکنید مثلا تحریک کردن به یک جوان تاجیک، گفتن که برو در استانبول مثلا خودتو در یک کلیسای منفجر بکن که اونجا کافرها هستن، اونها رو میکشی، فلان میشه، این میشه. رفت یک جوان احمق این کارو کرد. نتیجه چه شد؟ آمریکا سقوط کرد، اسرائیل از بین رفت، کفار نابود شدن. این برنامه یعنی منظم این رو بررسی کرده بودن که با این کارشون به تاجیکا ضربه بزنن. چی شد؟ در ترکیه 10 بلکه 100 مدارس دینی تاجیکا بودن. تاجیکا آزادانه بدون ویزا می اومدن اینجا درس می خواندن، درس دینی می خواندن. همه اینا رو بستن.
ویزا هم برای تاجیک‌ها الان نمیدن، ورود تاجیک‌ها هم ممنوع شده، غیر از این که باید ویزا بگیرد، روادید رسمی بگیرد. یعنی این کار احمقانه یک جوان آیا به ضرر تاجیک‌های دیندار تمام شد یا به نفعشون؟ به ضرر تمام شد. یا کاری که در روسیه صورت گرفت، مثلا 3 تا جوان رفتن همون کار رو کردن، به ضرر مسلمان‌های تاجیک در روسیه تمام شد یا به نفعشون؟ به ضرر چند میلیون. به ضرر چند میلیون. به خاطر همین فریب این گروه‌های تکفیری که در تلگرام و در سوشال میدیا جوان‌ها رو فریب میدن و بیایید اینو بکنید، برو اونجا خودتو منفجر کن، اینو بکش، اینو بزن، فریب اینها رو نخورید. ما باید جامعه رو بسازیم، ما باید جامعه رو بیدار بکنیم، ما باید دینداری، سطح سواد دینی جامعه رو بالا ببریم. امروز به جایی که یک جوان دیندار تاجیک بره خودش رو منفجر بکنه، بکشه، بره یک کانال یوتیوب درست بکنه، مردم رو به سوی دین دعوت بکنه. زندگی کردن در سایه دین خیلی مشکل تر است در این زمان از کشته شدن در راه دین. کشته شدن در راه دین خیلی آسان است، برو خودتو بکش. اما زندگی کردن به خاطر دین، زندگی کردن به خاطر دعوت، زندگی کردن به خاطر بیداری مردم، این خیلی مشکل تر است. بله استاد مقصد ما یعنی حاضر همه مردم مخالفای حکومت تاجیکستان اگر بگیریم، مخالفای حکومت تاجیکستان اگر یگان همه گروه جمع شوند و جوانو را جمع کنانین مخالفا، اکنون ظاهری وایو را ما میبینیم چیزی که گپ میزنن یگان گپ خطا یا که برزید یگان قانون نگفته ایسان. اگر پای همه مبارزه ما جمع شیم و برزید حکومت مبارزه بریم اگر چی. در این مورد هم قبلا من صحبت کردم. خیلی از این گروهایی که امروز به نام اپوزیسیون یا مخالفین دولت تاجیکستان هستند یک شلغم شوربایی درست کردن. شلغم شوربا رو میدانید؟ نه. شوربا، ما در افغانستان شوربا میگن، در ایران آبگوشت میگن، در تاجیکستان نمیدونم بهش چی میگن. یک غذایی هست مثلا کرتاشکرت، سبزیرت، شلغم، هر چیز. فهمیدیم شلغم شوربا ساده‌تر میفهمم دادا. همین هر چیز داخل این میندازن، آبم میندازن، بعد این یک غذا درست میشود. درست؟ بله. خیلی از این اپوزیسیون تاجیکستان همین رقم است. در بینش رافیزی هست، در بینش سیکولار هست، در بینش بیدین هست، در بینش از هر دین و مذهبی هست. همه اینها چی میگن؟ ما میخواییم در تاجیکستان یک حکومت دموکراتیک بیاریم. درست؟ بله. خب فردا امین گروه آمد در تاجیکستان، پیروز شد، حکومت رو به دستش گرفت. اون رافیزی میگه حق من رو بده، اون لیبرال میگه حق من رو بده، اون ملحد میگه حق من رو بده، اون دموکرات میگه حق من رو بده. توی بیچاره سنی که حکومت اسلامی میخواستی، دین میخواستی، شریعت میخواستی، در بین اینها کسی به شما یک لنگه کفش حکومت رو هم نمیدن. متوجه هستید؟ به خاطر همین در کنار گروه‌هایی باید انسان بایستد که هدفشان معلوم باشد، منهجشان معلوم باشد، نظام اساسیشان معلوم باشد، هدفشان واضح باشد. این که نه از هر گروهی بیان در داخل اونها وجود داشته باشد بعد بگد که ما یک دموکراسی میخوایم در تاجیکستان. این نمیشه. اینا فقط از احساسات جوانانی مثل شما استفاده میکنند. در آخر اولین قربانی هم شما خواهید بود. بله. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید دوستان. زنده باشید. خدا نگهدار شما. مثل حزب نهضت، در حزب نهضت دزدم بود، آدمکشم بود، رافضی هم بود، شیعه هم بود، از هر گروهی بود و در بینشون بیشترشون، اکثریتشون انسانهای مخلص بودن، انسانهای دیندار بودن، انسانهای متقی و پرهیزگار بودن. اما چی شد در آخر؟ کیا فروختن نهضت رو؟ همون رافضا فروختن، همون شیعه زده ها فروختن، همون فرصت طلبا فروختن، همون تاجرای دین فروختن که به نام اسلام، به نام نهضت اسلامی تجارت میکردن. اونها فروختن. کجاست امروز نهضت اسلامی؟ نهضت اسلامی که یک روز روسیه رو، رحمانوف رو
حکومت وقت رو در دهه 90 به زانو در آورده بود کجاست امروز؟ چون که منهج نبود، عقیده صحیح نبود، فروختن همه چیز رو. کسی در مقابل منصب فروخت، کسی در مقابل پول فروخت، کسی در مقابل تجارت فروخت، کسی در مقابل شهوت فروخت. عاقبت وضعیتی که میبینیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عکس خودتون عوض کردید؟ بله استاد عکس عوض کردیم، لهجه رو عوض کردم استاد، مجبور شدم. مجبور که من عکس شما رو نشان بدم که دیگه عوض نکنید. عکس کدام بیچاره رو گذاشتید در واتساپ؟ دیگه خودمون رو فرار کنیم دیگه، نمیشه اینجا. این عکس کدام بیچاره رو میخواید به بلا بدید؟ عکس این رو گذاشتید در پروفایلتان؟ عکس مال خودم به جناب استاد، مال خودم. الان دیگه همه به همین چیزا چی میدن، ارزش میدن، به سواد اینا ارزش نیست الان جناب استاد. خب الله مطالبتان کنه. بفرمایید برادر عزیز. خیلی خوشحالم دوباره برنامه ها رو لایو میبینم. تو رمضان فکر میکردم یه چیز رو گم کرده بودم، نگو که برنامه افضال انصاری بزرگوار بوده. سلامت باشید، زنده باشید. جناب استاد، یک موضوعی بود که همین روزا اتفاق افتاد برای یکی از دوستانمون که علیه روافض اینا فعالیت میکرد. بعد یک رافضی، یک حیوانی به اسم قنبر که اسمش مطمئنم شنیدین، بعد این میاد با طرف بحث داره. بعد این اهل سنت میگه قنبر رو اینون، بعد این میره مستقیم به زن اون حمله میکنه، میگه این عکس ناموسته. خب طرف میگه که آقا من قبلا آتیست بودم، این عکس مال اون زمانه، الان مسلمان شدم راه هم پیدا کردم. بعد طرف اصلا خیلی براش بی ارزشه، میگه نه این عکس فلان تا عکس فلان. در این مورد چه صحبت دارین استاد؟ بعد میپرزیم به دیگه مورد. والا برای یک رافضی مثل قنبر یا مانند قنبر، برای او فرق نمیکنه که شما یهودی شوید، نصرانی شوید، کمونیست شوید، بیدین شوید، هر چی که شوید، المهم مسلمان سنی نباشید. بله. والا چی بگم، این خیلی به خودمون حتی برگشت که میاد مرد، هر کی یک اساسی پیش خودش داره. مرد اونی که با مرد طرفه، نه این که تو مثل یک نامرد، مثل یک بزدل بدی به ناموس اون حمله کنی. این کار خیلی اشتباهی و من خودم در جستجوی این رافضی هستم که با خودم بکشمش به بحث انشالله. این از عادات اینا هست که توهین کردن، اهانت کردن، فحش دادن جزء فضائل اعمال هست در دین اینها. متوجه شد؟ فضائل اعمال. بله. فضائل اعمالی. استاد بزرگوار، یک موضوعی که شما ماشاءالله فالوورتون خیلی بیشتره، پیروان اینا خیلی زیادتر دارین. یک موضوعی شریک کنیم با همه جوانان، تاجیکستان، افغانستان و ایران، اهل سنت. خواهشاً از اینا خواهش بکنیم که با کسانی همچون قنبرینا بدون علم نرن تو بحث. اینا هم خودشون میزنن نابود میکنن، هم یک چیز دیگر رو علمیت ندارن. نداری عزیزم نرو به بحث، اصلا تو لایو یک آشغالای همچون اینا اشتراک نکن. دقیقاً. من بارها گفتم به دوستان که این کارو نکنید. ولی چون که بحث و مناظره کردن این یک فن است و وقتی که کسی که اهل فن نباشه نباید این کارو بکنه. بدون شک، بدون علمیت که نمیشه جناب استاد. دست خالی مگه میشه به جنگ رفت؟ نمیشه دست خالی به جنگ رفت. درست. جناب استاد، من در مورد یک مورد معلومات میخواستم. این عباسی ها، فقط کوتاه بیان کنید که اینو انشالله کلیپ کنم نشر بدم. عباسی ها کی هستن، از کجا شروع شدن و نماز اهل سنت حنفی و اینا پشت امام عباسی قابل قبول هست یا نه؟ باش، چشم، در این مورد صحبت میکنم. خب پس من سوال بعدی رو بپرسم جناب استاد، معذورتون مرخص بشم. یکی از دوستانی که میگفت که ادعا داشت که تازه اهل سنت شده بود، از ایران هم بود، تازه اهل سنت شده بود. بعد میگفت این حدیثی که اومده پیامبر میخواسته وصیت بنویسه، حضرت عمر دستشو گرفته نذاشته. بعد یک بحثی شده که نمیدونم چی به چی. خب من بین دلایل خیلی آوردم، مثلا علما میگن که اون امر واجبی نبود، که اگه واجب میبود خلاف نبوت پیامبر زیر سوال میرفت. امر واجبی نبود، بهش آوردم ولی بازم قبول نمیکرد. میگم نه، چرا نباید این نوشته بشه؟ یا پیامبر چی میخواست اینجا بگه؟ این موضوع رو روشن کنید. اینم کلیپ میسازم استاد بزرگوار، نش میدم، خواهشم کوتاه و خیلی. اما این رو اجازه بدید که این سوال دومتون رو در برنامه
آن روی سکه روز سه‌شنبه پاسخ بدم، چون الان وقت برنامه به پایان رسیده، فقط 5 دقیقه وقت داریم، اما سوال اولتون رو پاسخ خواهم داد ان شاء الله. فقط یادتون نره استاد بزرگوارم. چشم. حتما ان شاء الله. خیلی ممنون جناب استاد، خوشحال شدم دوباره صدای قشنگتون رو شنیدم. ان شاء الله که سر حال باشید استاد بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرقه اباضی یکی از فرق گمراه هست که افکارشون افکار خوارج است. همونطوری که خیلی از فرقه های دیگری که بودن در طول تاریخ متمدن شدن، پیشرفت کردن، امروز یعنی یک نوع به اصطلاح در بیان اعتقاداتشون یک سری ادبیات خاص و ویژه‌ای رو استفاده میکنن، اما از نگاه شرعی فرقه اباضی یکی از فرقه‌های خوارج است، یک فرقه گمراه است و نماز خواندن پشت اینها جایز نیست، چون اینها حتی از صحابه، از بزرگان صحابه اینها رو تکفیر میکنن. به خاطر همین جایز نیست که امام جماعت از پیروان مذهب اباضی باشد. اما اگر که شخصی که در مسائل فقهی، در فروعات اینها پیرو فقه اباضی باشد، اما در مسائل اعتقادی، در مسائل توحیدی، در مسائل ولا و برا، در این مسائل عقیده اهل سنت و جماعت را داشته باشد و این رو آشکارا بیان بکند، در اون صورت پشت این شخص نماز خواندن جایز است. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. فکر کنم سوال دیگری نپرسیده بودن دوست عزیزمون. نه. تا فرصت دیگر و تا برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.